سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز و علیکم سلام به برادرایی که سلام دادین. آواز خوبه، صدا خوبه، اون کاملی نیسته. شروع کنیم. اون کاملی نباشه انشالله شروع میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب نیست؟ خب صدا خوب نیسته برادر؟ خب از این برادر شاید کاملی داشته باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌ها و خوبی‌هاش. واقعا همه ما و شما بنده خداییم. خدای خوب، خدای توانا، خدای قادر، خدای یکتا. و باید که موضوع بنده که به نام شکرانه است، هر یک تای ما و شما باید شکرانه کنیم. و شکرانه را امروز انشاءالله ما برای شما یک کمی هم باشد شرح میتیم یا که اطرافش صحبت بکنیم. اولا شکرانه گفتم ما و شما دیگر این کلمه نیست که ندونیم. زیادتر در همی فارس و عرب همی به نام شکرانه است استفاده میبرند. شکرانه یعنی قدردانی یک نفر. شکرانه قدردانی یا نعمت شناسی یا که حق شناسی، زیادتر همین است. انا ببینیم که پروردگار خداوند یکتا چنان نعمت‌های زیاد داده برای هر یک تای ما شما. فرق نداره مسلمان هستی نیستی، نعمت خداوند برای تو هست. مسئله شکرانه شب روز اگر ما شکرانه کنیم، شکرانه خداوند به جا آورده نمیتونیم. اما ما امروز میخواهیم مسئله شکرانه را به جامعه، به فضای تاجیکستان مقایسه کنیم که ما را زیادتر چی میگن؟ شکرانه کنین، اما در دوامش نمیگن که شکرانه ایکی کنین. شکرانه ایکی کنین. اولا ما یک چند مثالی عقلانی میارم. مثالی عقلانی. خب نگاه کنین، یک بار شاید که کم نفره باشه که تجربه کردگی باشه در حیاتتون، یک بار شاید بعد از سخنهای من همین چشم است که چشماتونه بندین یک متوقت میکنین، یک ماه چشماتون نبینه، یک متوقت میکنین، نمیتونین به فکرم خیلی کردن این تجربه یک ماه را. یک هفته چشماتون نابینا ور، یعنی اختانه در جای یک نفر که هیچ دنیا را نمیبینه، که روشنی را نمیبینه، در جای همون مونه میتونین. اگر که یک هفته هم قیم باشه، یک روز باید بتونین. یک روز یک رول میگن که در نقش آدمی نابینا بازی کنین. یک روز یا که اقلا یک ساعت
همین خیلی یک حالتی در میشه که باور کنین حتی یک مینوت یک ساعت چی یک مینوت اگر شما چشمتون نبینه دنیا در نظرتون تنگ میشه. دنیا در نظرتون تنگ میشه. اینا برای چی مثال میارم؟ برای که ما انمی چشمون میبینه کنین از شما مرا دیده استین، من شما را گرچه نمیبینم در پیش نیستین. انمی ده مورا انمی نعمت انمی باید مورا مجبور کنه وادار بسازه همین چشما که ما ای خداوند تشکر بگیم یا که شکرانه خدا را بگیم، قدردانی ای خدا بکنیم. شاید بعضی بگوی که من میگم، شاید یک روز در یک بار 10 بار میگم، این کمه در یک روز 1000 بار بگوی 1000 بار بازم کمه. من 4 مصرع اینجا میگیرم. من به تو دم قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر موی، از صد شکر یک شکر تو را بجا نتوانم کرد. ابو سعید ابوالخیره همین 4 مصرع یک جا خوندم در یادم زد، شاید یگان حرفش پرت افتم، اما برای شکرانه میگه ای بزرگ یا یکی دانشمند اسلامی یا یکی یک تجربه گکنین. همین گوشه کو در گوشتون یک هفته یک چیزی بزنید که نشنوین، در نقشی آدمی نشنوا میتونین یک هفته نتونین یک روز کو بکنین، یک روز بعد میفهمین که گوش چیه و شکرانه ای کجا بکنین با کی را بکنین. یا یکی دست نبینین هر دستای ما هست، پنجم هم هست، نمی یک روز یک تشه ده تکنه یک تشه حساب که کار نمیکنه چه خیلی میشه. یا که یک پاها نگاه این مثالای عقلانی رو آوردم که ما اولین درجه در همه حالت همه وقت فقط شکرانه خداوند بکنیم. شکرانه خداوند. این مخلوق همیشه که تشکر بگوی اگر یگان خوبیت کرد فقط تشکر میگوی. تشکر یعنی که خنونده میگن که رحمت تشکر هم استفاده میبرن، اما شکرانه فقط از یک ذات است که همه ما شما را آفریده و بغیر از این با ما بازگشت ما به طرفی وای. یک چیز دیگه هم هست که خداوند نیاز احتیاج به شکرانه ما نداره، به شکرانه ما احتیاج نداره، به تعریف ما احتیاج نداره، به زاره ناله گریه عبادت نماز ما احتیاج نداره. شکرانه میکنی برای خدا میکنی، اگر شکرانه هم نمیکنی ایران به ضرر خطای. از قرآن اگر بگم چند آیت های است که پروردگار ما و شما را دعوت به شکرانه میکنه. سوره بقره آیت 152 است که پروردگار میگه که استعیذ بالله فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یادی مرا بکنین من یادی شما را میکنم، شکرانه مرا بکنین، کفر نعمت نکنین، ناشکری نکنین که این عذابی لشدید، عذابی ما بسیار سخته. یا که کفران نکنین. همین نفری که بعضی همین دانشمندا میگن که نفری که از همین بدنش همین تن سالمش که نعمت زیادتر در وجود انسانه هر کدامش درای خطا استفاده برد و کفران نعمت میشود. اما آیتی که واشکروا لی ولا تکفرون، شکرانه مرا بکنین کفران نکنین، ناسپاسی نکنین. همین چشم دست پا خداوند در چند جا ایو را یاد میکنه ما شما را که بفهمیم که الم نجعل له عینین، دو چشم شما را کی داد و لسان و شفتین، زبان گویا را به شما کی داد. قدر شکرانه یا یکی حق شناسی از کجا باید بکنیم؟ بله شاید خطا هم باشد. برای همین هموطنان و
بینندگان گرامی، شکرانه را به ذات پروردگار باید بکنیم و بندش شکرانه هیچ وقت کردن در کار نیست. حتی امی خودش کلمه یک نیوداب نیست، بگوی که شکرانه فلانی، اما خودش امی کلمه نیوداب نیست. میشه که رحمت بگوی، تشکر بگوی. حدیث هم است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مادرمون عایشه روایت میکنه که شب روز عبادت میکرد، حتی پوچوش میگه ورم میکرده است. مادرمون عایشه گفته است که چرا گناه اول و آخر تو بخشیدگی، تو معصومی بیگناهی، چرا خودت غم میتی قدر عبادت میکنی؟ پیامبر چیش گفت؟ گفت ما بنده شکرگزار خدا نباشم، بنده شکرگزار خدا. یعنی که اینا ببینید، ما پیامبر هر کسی مسلمانه در صف یکم بهترین بالاترین شخصیت میشنیمونیمش و حسابش میکنیم، قبولش داره. ما یک چیز دیگر هم همینجا بگم، ما یک نام ماندیم به برنامه‌مون، انسان و ناموس. انسان و ناموس. بهترین مخلوق خداوند انسانه، بهترین مخلوق خداوند انسانه و بین این انسان ها بهترین انسان با پیامبرای، میدونید نه؟ بین پیامبرها بهترین پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی علیه السلام، بهترین پیامبر. انا ببینید که او قدر بگیم که بنده شاکر خدا بود. یک صفت خداوند شاکره، یا که الشکر میگن به عربی. اینجا ما چند تا نوار دارم، عکسشون هست در شما، اما را دانه به دانه میمونیم، انشالله مختصرا اطرافشون گپ میزنیم که اوید به موضوع ما های ربط داره. به این یک برادر جا نوشته وشکرولی ولا تکفرون، شاید که به تاجیکی و که به روسی خیلی باشه، اما آیت قرآن هم خیلی استایزبلی، یک بار میخونش با فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. شاید من خطا کردم، اما در نوشتگی برادر خیلی من ندیدم، من عربیش خوندم ولا تکفرون. خب به هر حال من خب یک برادر نوشت، زنگوی تلفنی را انشالله بعد از صحبت تمام کنیم، انشالله قبول میکنیم. نوار یکم. شکرانه یک لحظه زندگی کنید. شکرانه یک لحظه زندگی کنید. شکرانه کنید که در این دنیای هستید. خدا تعالی ما شما را هست کرده است. هستید. اگر نباشید چی؟ هستید. اگر نباشید چی؟ شکرانه کنید. شکرانه کنید که هستید. اگر نمی بودیم چی؟ وای بر حالمون. اگر نمی بودیم چی؟ حکمت از رحمان یاد بگیرید، پند و نصیحت از رحمان یاد بگیرید. خب این در برای شکرانه بود رحمانوف. اصلا رحمانوف اینجا بیچاره گپش بخنده بود، چرا این بیچاره را مذاق میکنید؟ در گپش خنده مونده. ای برادرمون شناختنش نوردین ریزایی مسخره کدمی بیچاره 70 در رفته خوب گنده نمیدونه میره چی بخیل کرده، در گپش خنده مونده. صاحبی صغیره، نبیره، چبیره، کوسه، تای کوسه، بولوی کوسه شده یخی نباید خیلی مذاق کنی را مسخرش کنی. اون بیچاره مهنت کرده، به ورق گپ زده که شکرانه یک لحظه زندگی کنیم. به ورق گپ زده، مهنت کرده، این را باید خیلی مذاق نکنی. آخه ما شخصا ما هوادار یا که طرفداری سخنهای به ورق رحمانوفم که مثال گپ زنم و بخندم باولش، اما این بیچاره را این برادر نوری یک کاری که خود مسخرش که اولی خفهم خشی اکی نور کم تر پیش شد
شاید خفه شده باشه، طرفداراش خفه میکنین، شما هم ترش میکنین. اینا ما سفید کردیستم، اینا با نگین که تا دوی مینوس های رحمانوف میگو اینا بیچاره رو مذاقش کردن. من چیکار کنم؟ مذاقش کردن، در گپی خنده موندن. آدم میگن که خنده بکشیش، ازدواجش نکنی. ایرا خوب گنده چند میلیون انسان در تاجیکستان گویا دوستش میداره، ایرا پیشواز میگیرن، ایرا قدر روی دست میگیرن. بسیار کاری خطا کرده ینده. خیلی در دومی گپش میگه که اگر نمی بودیم چی؟ ای همی گپش در برادر نوری به حالش خندید که نمی بودیم هیچی. این گپی معنی چخور داره برادر نوری و هموطن و این رحمانوف. شما خیلی کم نبینین، این 28 ساله در سر قدرته، 28 کتاب نوشتگیه. 28 کتاب، شوخی نیست 28 کتاب. شما فکر کنید هر سال یک کتابی. قرآن ما و شما در 23 سال تمام شد. قرآن عظیم شان 23 سال. اینا شاهنامه فردوسی، شاهنامه فردوسی در 30 سال، من خطا نکنم اجا خونده بودم، 30 سال در تمام شده به شاهنامه فردوسی یک کتاب، قرآن یک کتاب. مردک در 28 سال 28 کتاب نوشته. اینا باید احترام کنی. خودش در یک سخنرانیش میگه که میگه من در یک کتاب مخوندگی بودم که نه خیلی گفتگی بوده. خودش هم گپ میگه. خب هر حال گپش معنی چقدر داره. هموطنان عزیز، اینا میگه که اگر شکونه یک لحظه زندگی کنین، اگر نمیبودیم چی؟ خیلی نمیبودیم هیچی. اینا ما مثال ازی هر یک تایش وقتان تصور کنین که در زیر خوکین، در زیر خوکین شکونه که نمیتونه. اینا دیدین معنیش چه خیلی هم تای خوک میره که چقدری فکر که گپش معنی داره. به حالش خواندن در کار نیست. شکرانه یک لحظه زندگی کنین. نه تعریف کردم این اومدی رخصانش این طرف داروش دیدین؟ نواری دیم خب یارا براتون که شناختین حمد کیان، اویله صنعتکار. همینجا یک چیزا میخوام بگم که زیاد نفرها میخوانی گپ از و بسیار می نویسن، میخوام بشنون درباره غیبت. غیبت میگن که گناه نه، فقط خیلی نیمچه ملاها یا یکی هم خیلی نیمچه مسلمان ها وقتی امام علی را گپ میزنی یا که یک نفری که مشهوره یعنی که همه میشناسش گپ میزنی، در ذهن او میگه شما غیبت کردیستین. و درباره غیبت یک علاهیده صحبت انشالله میکنم، دلیل فکت میارم که غیبت کی درسته کی درست نیست، یعنی یا غیبت ندارن. منظور ما فهمیدین؟ او علاهیده صحبت میخواد که من دلیل بیارم. گفتی بک صبورای بک ظهور غیبت گناهی کلانه. این را من قبول دارم، اما مسلمان ده، بله مسلمان ده غیبت درست نیسته. اما این نیمچه ملاها یا که نیمچه مسلمان ها فقط در رحمانوف گپ میگنه، در نتری بعضیا در مسئله سرایانده. من سرایانده ده بله چسبیدم، سرایانده ده کار میگیرم، دکتر ده کار میگیرم، ملیسا ده کار میگیرم، معلم ده کار میگیرم، پرزیدنت ده کار میگیرم، وکیل ده کار میگیرم، دهقان ده کار میگیرم، توریمچیکا ده همه ده کار میگیرم. اینا من بگم و انمی هر یک نفری که خچه مسئول میدونه، خچه آبادگری وطن میدونه، خچه فرزند این ملت میدونه، خچه فرزند این ملک میدونه، خچه انسان یکم درجه انسانه. موضوع ما برنامه ما نامش انسانه. خچه انسان میدونه ناموس داره، باید در تمام اینا کار بگیره، در تمام اینها. یعنی که تک تک یارو من نامش نگیرم. سراینده ها ما هفته گذشته صحبت داشتیم ولی هم تمام نشده درباره یا گپای ما. نفرها را شناختیم، مادر دختر 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 مامای سوریا. آخ پیر شدی بستش که سرایندگی را پرت آخی امروز پگه میمبری به نفقه نمیره. 64 گذشتی زنها باید ای 59 بروه. وزارت فرهنگ یک نظر که وزارت فرهنگ معلمه زلفیه دولت زاده وزیر فرهنگ یک نظر که سین سالش به نفقه رسیده یا خیلی مامای سوریا یک بچه 28 ساله 30 ساله را گرفتی و معنی را نداره. تا جوانی تا باید که سرود بخونی بره، یعنی که تو مردن تا غیر از این
духтарош озиш сурудшон ба мавзӯи мо рабт дорад, аммо ма дар бораи ё бояд дигар чӣ бугӯм. Яъне ки мақсад ҳадафи ма дар бораи сарояндаҳо суҳбат кардан аст, аммо ёро ма мисол меорам, сурудшон ба мавзӯи мо рабт дорад. аввалан шукрона кардан, пештара гуфтам ки ватана барои чӣ мо шукронаи ватан кунем? Дар ҳамаи ҷо ина ма дар дигар ватанам, зиндагӣ дорам, зиндагим хуб аст. Зиндагим хуб аст, ма шукронаи ватан кунам, باید شکرانه خداوند کنیم که در هر جای هستی سالمی، سلامتی خوبه. شکرانه خدا کردن در کور وطن نمیشنوه شکرانه تره. این نفر قدردانی میکنه که او بشنوه، میندار شوه. نمیشنوه وطن. شعرشون معنی نداره. غیر از این درباره امام علی هم خوندگی بدن است. یا سرود به نام تمه ارزی. همه چیز تمه ارزی. فقط چیزای با خوبی و که در دنیا هسته اما دا میگه میارزی، در بدی ها تو نمیارزی. اینا یک سال 2017 همین 3 نفر مادر دختر از صحنه محروم بدن. 1-2 سال نمیدونم یا چه خطایی کردن که خطابیشون فقط بر رحمانوف داخل داشت. در یادتون باشه یک صحبت همین مامای سوریو گفته بود که 2017 وقتی که پسری به نام امام علی داشت 16 سالگیش در وفات کرد. 2017 گفت که همین سال اجازه چون دادن، نمیدونم چی زورای کردن یا که چی گپ شده بود، اما چیشون تمام شده بود، بگیم که نفرت امام علی تمام شده بود، سراکش اجازه چون دادن در مرده کودکش شعر خوندن، سرود خوندن، کنسرت دادن، گفتن که به خاطر یادبودی کودک ما. شما تصور کنید. و در اونجا امام سوره گفت که امسال بسیار وزمینی برای ما اومد، اما یک سبکی هم اومد، یک خوشحالی که ما با روی صحنه برآمدیم. یارا اجازه دادن که دیمورا به صحنه بیان، یارا صحنه دور کردی بدن. شما میدونید که هر سراینده ای نباشه کمتر یک به خطاوی راه بده در چشم رحمانوف و از صحنه محروم میشه. دیگه او به کدام سال یا که به کدام ماه او را خودش میدونه رحمانوف، دیگر کسی نمیدونه. به هر حال ما چی گفتنیم؟ سخنی ما مخصوص بین این مادر کمپیر، سوره کمپیره، بین کمپیر با دختراش آب روی ما را نریزونین، آب روی ما را نریزونین، این را فراموش نکنید. شما بخصوص همه سراینده ها بگیم که آب روی ما را ریزوندن، بخصوص این 3 نفره آب روی همو شهرش، نامش نگیرم خوب نیست، آب روی شهرش در عموم آب روی تاجیکستان همه ریزوندگی. شما میدونید که لباسایی که ایو میپوشن، دیوانگری و احمقی و فسادکاری که ایو میکنن، یگان سراینده نمیکنه. با یا بونه خیلی چون نمونه میگیرن، چون یکم یا که چی میگنش پیروی حساب میکنن. آبروی ما را یا میریزونن ما و شما را. هموطنان عزیز، 2 طبقه انسان ها، 2 طبقه طرفدار نمی سراینده ها، 2 طبقه. یکمش نفرایی که از دین دوره، از دین ایکو اسلام دورن، چی دختر باشه چی پسر. طبقه دیمش نفرایی که شهوت پرست، نفس دوستوره، اسیری نفسه، غلامی شهوتن کو سراینده را دوست میدارن، پشتی ها را میگیرن که یا باشن. بله باشن. این از من میگم که وزارت فرهنگ زلفیه دولتزاده هر سراینده ای که وقتی که صحنه میگیرن موزیک هم تشکیل میکنه، سرود میخونه، تا اولین کاری میکنی پرس کو در کجا خونده، اینستیتوت صنعت خونده یا که نخونده. اینستیتوت صنعت با شکل ظاهریش، با لباساش تو نگاه کن، تو با سروداش نگاه کن. وزارت فرهنگ اینجا وزارت داخله هم داخل کرده میتونه، میفهمین؟ وزارت داخله باید که وزارت فرهنگ در همکاری با وزارت داخله تمامی سراینده ها را نظارت کنن که یا از خود میگذرن، میفهمین؟ از خود میرون. در دنیا ما و شما را یا چیشون میتن، تاجیکستان یک هندوستان میگن در پیش چمتون چی میاد؟ دیوانگری، نمین رقص بازی ها. ما هندوستان نیستیم، ما فرهنگی دیگه خیلی داریم. یا آبروی ما و شما را به نمی رقص بازی در دنیا ریزوندگی هست. رحمانوف با کدو، برای کارتوشکا و پیازش که تاجیکستان این همین چیزا داره. این فرهنگ تاجیکی، این همین رقص بازی، این همین کارتوشکا و پیاز. با میگم که با دمره، دایره، تاولک، دتورتون فرهنگی ما را در دنیا معرفی نکنین. من شخصا این کار راضی نیستم. باور کنین این خطای کلانه که
فرهنگ یک ملت با اون هم با میگم که ما را سربلند میگن تاجدار میگن با کرچکا و پیاز رقص بازی معرفی کنین یا سه نفره شبنم سوریا و فرزانه اینها چنان فسادکار چنان بگیم که با کارهای حرام دست میزنن دست سرودشون با گپای حرام با لباسای حرام که باور کنید بعضی دخترها تقلید میکنن با یا بعضی دخترای تاجیکستان اونا مسلمان با یا تقلید میکنن. شما میدونید که پیروی شما کی پیروی میکنین یا صاحب ندارن این سراینده یا نظارت ولی کمیته دین داریم کمیته دین تنظیم یا را چی با تنظیم نمیکنین سروداشون تنظیم کنین سروداشون لباساشون تنظیم کنین یا حتما بکنین مونادی که در گذشته گفتیم برای رقاصه هاش یا را حتما بکنین. شما آبروی تاجیکستان در دست همین دادگین همین حکومت آبروی مردم در دست همین سرگرده ها دادگی که همین یا میبردارنش همین یا میفرارنش همین یا همه خیلی بگن که اگه جای تاجیکستان شبنم ای تاجیکستان اینه همسایت تو نه میشناسیش همین گپا بگن مورا چی با ما بعضی وقت فخر میکنیم که سینا باید داشته باشیم یا که سینا داریم سعدی شیرازی داریم رودکی و خیام چی با بعضی وقت خیلی میگیم وقتی امون گپا را میگیم که هم خیلی من میفوره باید در مقابل سعدی شیرازی و خیام و رودکی و سینا سرگرده ها را رهشونه بگیریم باید یا پیشنهاد میکنم که نظارت شوند سراینده ها نظارت شوند سرودهای بمانی بخونن لباسهای بمانی پوشن اکی یا بس نمیکنن ما میدونیم که آخر زمان در طریق فحشا زیاد میشوه اما تنظیم پیشنهاد من همی است که وزارت فرهنگ وزارت کارهای داخله و کمیته دین همین سه ساختار این سراینده ها را باید تنظیم بدرارن و تنظیم که چی خیلی سرود بخونن چی خیلی لباس پوشن و این سه اویله یا که سه نفر ما گفتنیم که یا کمتر فکری مردم فکری آبروی ملت بکنن باور کنین ما سخت نفرت دارم با این سه نفر به خاطر این کاری حرامشون با شخصیتشون نه به خاطر این کاری حرامشون که ما را بسیار شرمنده کرده گیان و دیگه سراینده هم همچنین سراینده ها باید که یک فکر کنن که چون یک کار خوب باقی مونن نه اینکه بعد مردنشون گپ میزنیم با یک نفر شاید نمیفوره که میگه بعد از مرده پشت مرده گپ نزن وقتی آدم خوب باشه کسب خوب داشته باشه یک عمل خوب خودش باقی مونه بعد از مردنش یعنی بعد از دنیا گذشته او را ما چی میکنیم تعریفش میکنیم میگیم خدا رحمتش کنه آدم خوب بود یا که کار خوب داشت یا که نه عمل خوب باقی مون نه که آدم بعد باشه بره دنیا ما برای چی بگیم چیش بگیم خیلی فکر که فهمیدن سراینده ما باید که شکرانه وطن کنیم میخوام که من شما شکرانه کنیم چیزی که شکرانه کنیم حوض زیاد میشود وقتی که آدم شکرانه کردن گرفت نقطه نظرش دیگه میشه فهمیش دیگه میشه کمبودی یعنی بهبودی دیدن یاد میگیرد کمی انسان یعنی خوبی انسان دیدن یاد میگیرد بعدی انسان به خاطرش نه نیکیش به خاطر داشتن یاد میگیرد بیاید شکرانه یکدیگر کنیم من شکرانه میکنم که همین ویدیو ضبط کرده هستم من شکرانه میکنم پروردگار همین عقل داده است که من همین سخنا گفته استادم من شکرانه میکنم که پروردگار همین تن صحت داده است شکرانه میکنم که من تاجیکم شکرانه میکنم که من در همین سرزمین تولد شده هستم من نه از میفهمم برای چی خداوند من تاجیک آفرید چون که من به همین ملت در کارم من نه از میفهمم چی پروردگار در همین زمان من آفرید وچه همین زمان به من در کارم هر یک من شما همین برای همون از تقدیر ننالید از دولت ننالید از خویش و تبار گمانبر نشید از یار و رفیق ننالید از کارتان ننالید از راهبرتان ننالید اگر که شکرانه کنید معنی سر شما دیگه چیز قبول کردن سر میکنه شما بهبودی کارتون میبینید آینده کارتون میبینید شما میبینید چقدر توانا شدنه هزاران با شکر من شکر شما میکنم که شما یکی از بهترین هموطنای منید که این ویدیو گوش کرده استادید چرا که شما یکی از پیشرفترین مردمی هستید که عقیده شما پیشرفته است که این سخنهای من گوش کردنید
سخنهای برای سخنهای من گوش کردن دلی بزرگ داشتم در کار. برای که این ویدیو گوش کردن مهنت کنی وطن آباد کنی، این جوانمردی در کاره. فهمیدید؟ برای که این خیزی از همه یکدیگر بخشیدن، گناه یکدیگر گذشته صلوات گفته آینده ساختن، این بزرگی هست. این بزرگی کلان است. عقل بزرگ طلب میکند من شما. من شکرانه شما میکنم، شکرانه این دولتمو میکنم، شکرانه خلق عزیزم میکنم. من 1000 بار شکر میکنم که پروردگار من تاجر کرده، در همین سرزمین آفریده. شکر کنیم بودگیش به میشه. با شما بردباری آرزو دارم در تگ این ویدیو لایک موندن خاطرتان نبرارید. همین من از شما منتدار میشم و 1000 بار شکرانه شما میکنم که همین ویدیو یارو رفیقتون بنشونید. اینا دیدین؟ خوابی را وقتی میشناسین، عکسش هم هست. سید مراد دولت، یک نفری ویدیو زیاد میکنه، تاجرای بیزنسمنای. خیلی پیامش اینا ما گرفتیم در همه نشون دادیم. و نگین که را با دیده چسبیدی، نگین. اینا گفتش که خیلی گپش دیگه با نیاز به تحلیل ترجمه ندارن. خیلی گپش معنیش زور بدن. در تگ ویدیو لایک همونین و این ویدیو را در همه تقسیم کنین. اینا ما خیلی لایک مونده نمیتون در تگ ویدیوش، نه که این ویدیو را در دیگران نشان دادم یا که آوازتر رسوندم. من اینجا چند گفتنی دارم به یا ایدنگی کتاب داره که سید مراد دولت. ما 28 سال شکرانه کردیم. 28 سال رحمانوف. ما یاد دارم ما وقتی که بگیم که میشناسم رحمانوف، دعوتش فقط به شکرانه بود. فقط شکرانه کنین که در این مملکتین، شکرانه کنین که تنجه، شکرانه کنین آبادای، شکرانه کنین که از این بد نشیده. این خطی ما را به همین دعوتش، به همین یک ما در قرآن ملاها، طالب علم ها، دانشمندا میدونن، تفسیر میگن. در قرآن برای که یک آیت فهمیدن تفسیر میخواد، شرح میخواد، تحلیل میخواد. مثلا بسم الله نمیره باید که تو شرح بتی به نام خدا، به نام یگانه، نمیخواد باید شرحش بتی زیاد. یعنی تفسیر میگن. همین رحمانوف همین شکرانه را در همین تمام ناحیه‌ای که میرفت شرح میداد، تفسیر میکرد. فقط شکرانه کنید. همین گپ زیاد دیگه ای نمیدونیش یا که نمیدون دیگه برنامه نداشت. ای سید مراد دولت گفته که شما شکرانه کنید که در این سرزمین ما خدا میدونیم که برای چی ما را در این زمان آفرید، برای چی در درین تاجیکا آفرید. ایرا میگه ما همیشه من میدونم میگه و شکرانه میکنم و از شما طلب دارم که شکرانه کنید که برای وطن آباد کردن دلی بزرگ در کاره، برای بخشیدن یکدیگر دلی بزرگ در کاره. ما خلاصه کردم سخنهای ده که همون قایگش مون که بگه که همین امام علی رحمان بهترین شکرانه همین را بکنیم. همین قدر من از سخنهای فهمیدم. دیگه مسئله درباره سید مراد دولت. دیگه مسئله 25 مارس 2020 امام علی در وقت اوج کرونا ویروس خوجند رفت. نوروزی را ای 21 سر کدک شروع کرد. 4 روز نوروزی گرفت در خوجند، در ولایت سوخت. از ناحیه سپیتامین، همین شهری، همین شهر باشه که نمیدونم ناحیه دهه سپیتامین دیدن کرد. از همین جای زادگاهی سید مراد دولت. این تاجر بیزنسمن در همون جای سپیتامین، در همون زادگاهش یک گرمخانه کرده. پرنیکش میگن، چی میگنش بروسی؟ در داخل همو پمیدار بود، علف ما میگیم نتری زیلین کبودی هم خیلی شنوندگی بود. بعد در پشتش پیشوای معظم خوش اومدی، قدر تقوره در کارتشکا ریختگی، قدر پیاز، قدر قلنفر، یعنی که خشرو کرده همو چی را اطرافی چیشه گرمخانه شه. امام علی رفت اونجا، صورتاش با فیلم دیدگی. ایران هم خیلی خوش اومدی، همو استیل خطی نشان داد که ما همین کارا کردم و آینده باید زیادتر میکنم، آباد میکنم وطن. امام علی نمیدونم رحمتش گفت یا که نگفتش. به هر حال ما به این گفتنیم که از تو خوب تراش، ای تو زور تراش، ای تو سندور تراش، دانشمند ترا در زندانن، در زندانن، تاجرن در زندانن و یخیش در تای خوکه. تو میفهمی؟ تو با علمی که تو داری من ندارم. اینا من باید بگم
саводае ку дониши дорае китоб навишта чанд китоби дар бораи сумадус бидорен ё ки дунёро айхат кунед хел чанд китоб навиштагиай ҳамин Саидмурод Давлат нигоҳ ки ҳамон қадар ҳамин мефаҳма медона аммо афсуни Раҳмонов шидагиай афсуна мефаҳме яъне дар ҷодуи Раҳмонов ғалтидай нами Саидмурод Давлат вале гапи сахтш нагуфтам ман ира як ҳишорш кардистам ақлш дар кор бидрояд ки ту рӯзе мешавад ки шукрона наметавонӣ карда дар пишти панҷара мерай зиндонат мекуна эмомалӣ ба касе раҳм намекуна тара истифода мебарад барои ҳамин Саидмурод Давлат шукрона кардан бигӣ мо шукрона ҳеҷ кара ман намекунем аммо фирефта наша фаҳмиш дарк эҳсос дошта бошӣ мешиносӣ агар ҳамин Раҳмонова ба ин дода наша اگر از زمره مؤمن‌های کامل شدنی اگر باشیم ما باید در این لحظه گفته پیامبر نازنین باید صبر داشته باشیم باید شکرگزاری کنیم باید به هر یک هنگامه ها هست اینجا در هر کل آوازه های دروغ هست امروز می‌بینید چی سخن‌هایی را بسیار برادرای عزیز و این چیزها داده نشده علل خصوص همین بسیارتر همین شبکه ها را می‌بینید هر یک دروغ ها هر یک مقصد سخن‌های بی اساس در رسانه هاشون مثال گفته میگذارن که مردم ما بسیارش مبنا دادن خیال اونها که همین رسانه ها همه شکل دیگه حقیقت دارن نه برادرای عزیز حقیقت فقط سخن الله است حقیقت سخن پیغمبر نازنین است که ما مثال در اینها حقیقت در اینجا است حقیقت از اون شبکه ها و از اون مقصد کانال ها و از اون گفته هایی که مثال بسیارشون یقین است که اونها غرض دارن اونها بدبین هستن در این خیل حالت برادرای عزیز و گرامی انسان باید هنگامه نکند انسان باید که هر یک گونه مقصد مردم در تهلکه و در ترس ناندازد پیامبر گرامی وقتی بیمار خبرگیری میرفت میدانست که وی هلاک میشود لیکن چی میگفت میگفت از خدا امید است که ان شاء الله تو شفا میابی یعنی در این لحظه ها ما باید دلبرداری کنیم در این لحظه ها باید در رقابت یکدیگر نیستیم در این لحظه ها دست یکدیگر را بگیریم این روزها برادرای عزیز و گرامی همین روزها هست در یک آوازه ها و در هر یک هنگامه ها ماها باید برادرای عزیز داده نشویم خب ایرا با فیلم که خوبتر میشناسین یاردمچی امامعلی اوید با مسائل دینی میرزا مراد ابرانو ملقب به حاجی میرزا آوازش با فیلم شناختینش کم کم گیزاله میشوه حاجی کم کم گیزاله میشوه امو کی وریای یوسف رحمان دادستانی کل پروکورور گنرالی هم وقتی که نام ما را میگیرن در پیشو که در اونجا با فیلم های پیشش میبرویم سخت قهرش میکنن یاد دارین یک چیز من اینجا یادآور بشم هموطنان عزیز یکمی ایولی 2019 در ژنو شویتساریا بخشیده با 116 هم بود یا که 126 اجلاسیه کمیته سازمان ملل یا که حقوق بشر بود نماینده های حکومت تاجیکستان رژیم با سرداری یا که راهبری یوسف رحمان در اونجا اشتراک کرده بودند در همون ژنو در شویتساریا در یک سال چی کنفرانس بخشیده با 126مین سالگرد سازمان ملل حقوق بشر بود در اونجا از حرکت سیاسی گروه 24 هم برادرای ما اشتراک داشتند با رهبری برادرمون نورالدین رضایی برادرمون خرسند نجمیدین و ابوذر خواجه‌زاده در اونجا و فیلم برای شما اون وقت ویدیو کردم من گفتم که یوسف رحمان چند قدر ما را دید دست پا خورده شد دیگه گپاش گو میکرد نمیدونست که راهش کدام طرف کنه چه خیلی گپ زنه چه خیلی دروغ بگه راست گفته نتونست همین حاجی هم کار کردسته نوارش کمتر پیش درباره همو چیه کرونا ویروس بود یاد داشته باشین شخصا من خودم گفته بودم که ویروس در تاجیکستان هست نوروزی نکنین سازمان ملل گفته بودش وزارت سازمان تندرستی جهانی گفته بودش دیگر مخالفین دیگر هموطنایی که میدونستن گفتن که نکنین نوروزیتون در تاجیکستان ویروس هست پورا در یم موزه میموند امو رحمانوف امامعلی در خوجان نوروزی را گذران این حاجی وقتش دادگیان یا که شاید که شانسش دادگیان یعنی که آزاد زلیانی
ютуб да канал дора, намедонам дар ҳафта як бор ё ки ду бор видео мекуна мепартё ки тамошо кунед. ҳоҷӣ Мирзо навор мекуна ки тамошо кунед, яъне ки гӯё ки и хизмат ба дин кардистай. Бечора шояд ҳавас дора, и хеле чӣ дора, дилиш мекаша ки як хубия як ҳақа бига, ҳамин фикр да ҳастай, аммо и бояд ки фаромӯш накуна. ҳоҷӣ Мирзо ту фаромӯш накар, дар паҳлӯи ту ҳамфикри ту ҳамраҳи ту ба номи Сироҷдин буд. ҳоли дур нарафтем, як 10 рӯз шид айӯй ки ба ваҳобӣ ба ихвонулмуслимин статья задан шунонданшон айвош намегум. ин ҳами Сироҷдин ранги худа дар ютуб буд, ҳар ҳафта видео мекард, хизмат ба ислом мекард ба гуфти худаш. аммо чӣ корш кардан? ӯ ягон кори бад накард, охи нисбат ба Раҳмонов ҳатто хиёнат надошт, таъриф ай Раҳмонов мекард, дар саволу ҷавобҳо видео мекард, дар ютуб мемонд, бурдан 5.5 соат шунонданаш. там аз амӯ ҳеч фарқ надорӣ. ма иҷа чанд наворе ки пештарак доштӣ ҳоҷӣ Мирзо, аз он ҷумла 5 октябри 2014 ту навор карда будӣ дар бораи гуфти гурӯҳи 24 гурӯҳи 25 30 чанди набоша, агар нооромии Тоҷикистона бихоҳанд дошта бошанд, нияти нооромишона ва ноком мешаванд, дигар гуфта будӣ, дар радиои Озодӣ гуфтӣ, наворот ҳаст. баъд аз ӯ Россия омадӣ бо ҳами кора кардӣ, гурӯҳи 24 25 наҳзата чияй як ифротиян намешави кор намешавад. ман нигоҳ пешниҳодат мекунам, ман гапота барои чӣ мисол меорам ки дар ёдат бизана ва дигарон бидонанд ки ман иҷозатра ягон гапи сахт намегум, аммо чандта пешниҳодат мекунам, яъне ки ранг як кӯмакат мекунам. ту илми хуб дорӣ ба фикрам, илм айзмада дониши зиёдтар дорӣ. ҳоҷӣ Мирзо айзмада илми дониш зиёдтар дорӣ, ченима фаҳмиш надорӣ. ира бидон, ченима фаҳмиш надорӣ, дарк намекунӣ, одамшинос нестӣ. агар бишносӣ, нами режима бишносӣ, ту дар ҷоя 1 соат намисӣ дар Тоҷикистон. ман як пешниҳод пештара карда будам дар наворои пешинам ки муллоҳо, домуллоҳо, ҳазратҳо, эшон, ҳоҷиҳо ё хомӯширо риоя кунед, ё аз ватан бироед. ҳамин ду кора кунед. шумо дар уҷа наметонед ки бигӯед ки фақат дар бораи хиштоман, келин, хиср гап мезанам, ҳеҷ ка ҳечим намегӯяд. не и гапа мегӯянд, нигоҳ кунед, ҳамин шуморо иҷозат метиҳанд ки бироед гап занед дар ютуб ё ки дар дигар хонаҳо. як рӯз меянд як варақа кад метиҳанд, мегӯянд намира мехонӣ, намира бигӣ дар намин наворот бигӯ. ту ба неш метавонӣ гуфта? наметавониш гуфта. ва ба ғайр аз ин ҳоҷӣ Мирзо, ҳамин домулло Сироҷдина бурдан, ту медонӣ ки ай пишташ касе нахест. барои чӣ? ҳатто ҳеҷ кас дар ҳаққиш дуои хайр намекунад. барое ки бозиш кардан, режим бозиш дуронд, Трамп ҳамчунин бозӣ дурондистан. ман барои чӣ дар бораи ту гап задистам? ба хотире ки бисёриҳо ту да бовар мекунанд, ту гапира мегӯй, хиёл мекунанд ки ҳақ ҳамияй, ҳамин дуруст мега, ҳамин рост мега. ман барои ҳамин мегӯям, агар ту нафаре бошӣ касе нашиносад, ман дар бораи ту гап намезанам. ғайр аз ин ту ёд дорӣ ки пешниҳодат кардагӣ буданд, чанд бор пешниҳод кардаги дигаро ки биё Малайзия, кишвари исломӣ, Малайзия чаро нарафтӣ? Малайзия бра уҷадам то як ҳиҷрат. нигоҳ кунед, дигарон медонанд, аммо муллоҳо зиёдтар хубтар медонанд ки ҳиҷрат ба паёнбар. нигоҳ кунед, вақте ки фарз шид, паёнбар маҷбур шид ки ҳиҷрат кард. саҳобо, дигар бузурго дар вақти соате ки зиндагӣ мекарданд дар дунё, ҳиҷрат мекарданд ба хотири чӣ? ай зулм, ай шиканҷа, ай ҳами золимо, душмано. як муддат Трамп ҳиҷрат кохи як пайрави паёнбар мешавад. ғайр аз ин бо мегӯм ки нами видео кардан мегирӣ ку дар ютуб, рӯзе тра мебаранд мешинонанд, ира фаромӯш накар. тра аввал ман ҳафта гуфта будам, ҳамин муллоҳоро ҳама тамхил мекунанд. аввал шуморо бозӣ медронанд, яъне дар назари мардум шумтон мекунанд ки вақте баранд зиндонтон кунанд, дигаро гӯянд хубшон кардем, ин ҳамин тарафдори шуморо мекард, чоплусӣ мекард, баред зиндониш кунед. барои ҳамин ҳоҷӣ Мирзо, биё келин, хисар, хиштоман, домода як тараф монем, ё
баромадота қатъ ки бугӯ тамом ман аз ин рӯз баъд и фикри хатае ҳеҷ касро ҳақ надора ки аи ман кина фикри хатае бугӯ ки ман фикри хидмай тасмими хидмае ки ман имрӯз ба баъд видео намекунам ай пай зиндагит биша ё ки аз ватан берун биро ки бовар ки тра мебарам мешунонанд шӯхӣ надора уна гуфтестам ку чандин нафар ба статьяи салафӣ ваҳобӣ ихвонулмуслимин ахиронаш ёрдамчӣ эмомалӣ оид ба масоили динӣ сироҷдинам бурдан шунондан ранги худат видео мекард ҳамин гапҳои худ мегуфти ҳамун гапҳоро мегуфт фаҳмиш надорӣ ҳоҷи мирзо фаҳмиш дарк намекунӣ шахсият намешиносӣ ҳамин режима худат намешиносӣ барои ман ира охирон бор иншоалло боша охирон бор ки дигар нагӯм дигар ба худованд месупормад ва фақат мегӯм ки майли зидди гурӯҳи 24 гап мезанӣ зидди ма гап мезанӣ гап биза аммо ай раҳмонов пиштибонӣ накун ки дар нафрати халқ гирифтор мешавӣ ҳамира фаромӯш накун ай раҳмонов пиштибонидории гапот ҳамаш ҳамун маънира дора ай эмомалӣ пиштибонӣ кардӣ хор мешавӣ мардум дигар бовар ки чанд қадаре бигӯӣ нафратшон зиёд мешавад гапҳои сахтат мегӯянд баъд обрӯд ози худаш қариб ки 50% обрӯд резондан обрӯдта медонӣ не обрӯи тра резондагия ҳукумат анаму бо амушам гум мешавад барои аму коре ки обрӯд ҳурмат иззатат кам нашавад ҳамира дониста бигир шукронаи тинҷӣ оромӣ озодӣ намекунӣ ҳазор маротиба шукр гуфта намода як баён биёрем рӯзҳои сахту сангини солҳои 90 кадом мамон хонаи хешу ақрабои худамон аз як ноҳия ба ноҳияи дигар мерафтем кадом мамон дар ҷанозаи як хешу ақрабои дар дигари ноҳияи дурдаст буда рафта иштирок карда метавонистем кадом масҷиду мадраса кору фаъолият мекард аввалан ки шукрона кунем ки мо давлат дорем мо давлати тоҷикистон азизу маҳбуб дорем ватан дорем истиқлолият дорем озод ҳастем тақдири худамонро дар дасти худамон аст мо яроқи ҳастаию дигар қудратҳои вай надорем яроқи ҳастаии мо қудрату тавоноии мо дар яроқ ҳастаи мо каду аст боимиҷон аст помидор аст думра доира тавлак аст бале яроқ ҳастаи мо ҳамияй рақси бозияй хоб дигар аввал даъват мекунад дуюм таҳдид мекунад чаро мегам оя шукронаи ватан намекунем аввал иш даъватае дуюм таҳдид мекунад фаромӯш карда мегӯянд о танкаву бетира daboli сарат меёрад грантамилиёта daboli сарат меёрад фаромӯш кардем шукрона мекунӣ ё ки не нигоҳ кунед даъваташ ба ҷангай ирао ифротӣ мегӯянд ку ё ки суханои иғвоангез ин ҳамин суханош ҳамуай аввал даъват дора ки шукрона намекунед беинсофо дуюм мегӯяд ки фаромӯш кардем о солҳои ки ба якдигар рафтомад намекардем дурӯғ гӯӣ шабӣ мегӯяд ки дар солҳои ҷанг масҷидҳо баста буданд кадом мадрасаҳо боз буданд мегӯӣ ки имрӯз дар тоҷикистон имрӯз ягон мадраса боз нест як 2 сол пеш маҳкам карда буданд ҳамаша ғайр аз ин гуфтесае ки дар ҷинозаи якдигар рафта наметонистем мега охи имрӯз ҳамна мо дар хориҷа зиёд ҳамватанонмо ки дар ҳиҷрата мембра ҷинозашта кӣ меравад ё ки баръакс дар дохил мембра падар модараш дар хориҷаи фарзандаш дар ҷинозаш рафта наметавонад сабаби муҳоҷират ташидӣ бо шукрона кунам шукрона кунам бигӯяд ки ман дар муҳоҷиратам тоҷикистон тенҷа ё ки падарам ҳарчи солима ё ки зиндаҳай шукрона кунам дар ахир мегӯяд ки мо хай яроқ вай и надорем и вай шама намедонам чӣ маъне дора и бевай зиндагӣ карда наметавонад яроқи ҳастаи мо мегӯяд чия каду пиёз макарон лапша себ нок анор
خیلی وای دیگر گفتی وزیری سابق معارف. در اینجا اگر که نومرو باشد چیو برادرایی که برای زنگ آماده باشن مرحمت میکنین اویدی موضوع ما چند سوال هم اینجا نوشتم. هر برادر که زنگ میزنه انشالله که اویدی سوال ها باید جواب بگه. اوید با موضوع سوال های آسانه 4 تا های نمره رو تکرار میکنم. +49 176 328 60 573 برای تماس. در یک سخنرانیش امام علی در کدام ناحیه به جیهون بود یا که غازی ملک بود یادم نیست. زنکا را جمع کرده در یک جا میگرده میگه که او سخنای بیورق میزنه ما چی میشم ده واقعا او میگن که راحت میکنم. میگرده میگه که شکرانه سرزمین کنین منم میگه نشیبی ها منم نشیبی ها ای خیلی رم اون نشیبی میگه ای خیلی رم نشیبی میگه که مردک یک تون کرچکا میبره یک ماه نمیه میگه در بجایی راه هموارش یک دوشنبه بریم. هم گپش داد شما خنده نمیتونین کرده اگه جو فهمیدو کدام مردک بود در این گپش رسید در پرزیدنت میگین که امام علی هیچی درک نداره کو. هم خیلی بعضی میگن نه ای پشتش گپ نزنین او گپ شما را نمیشنوه تماشا نمیکنه. او اگه جو فهمید که یک مردک زنش گفته که ما برام که راه هموار شده یک تون کرچکا رفت گرفته برده یک مونه اومد او یک مدت جو زندگی کرده و یک تون کرچکا نمیدونم اگر چند سو میشه 300 از کرچکا نمیدونم چند سو میشه خیلی بگذار که 10,000 سومون شده $1,000 شد $1,000 با $1,000 یک ماه میتونی که در اونجا اگر که کوارتیر را بگیریم حسابش کنیم اجاره یک خانه در بستی میتونی. من فکر نمیتونی یک ماه یعنی که یک آدم خب اگر خیلی بتونی بیا اگر اکنام خودی زندگی کنیم شاید که یک ماه میشود اینکه خود چیکار میکنه و در یک ماه دوشنبه در رفت یک ماه نیومد چیکار میکنه یک ماه یک تون کشکر برد در چند روز میفروشه یک تونه خیلی در یک روز فروختش. من نمیدونم این گپا رو یک جا میگیره کدام مردک این سیری داخله میگن چی میگن سیری خانه های برده گپ شبا در امام علی نقل کرده که من زن ما گفتم که ما برام که راه هموار شده رفته یه مونه اومد. ما که یک بینم همی کامنتاری های فیسبوک خیلی شد که ندیدم تو یکون زنگ شده نه که یک بار ببینم در فیسبوک چی خبره در زیر نوار. این یک گپی گرم داشته باشین در مسئله حاجی ها را میگه که حج میان پوانداز رو میپرتوین این را نمیدونم کی نقل میکنه کی فریبش میکنه. یک برادر به حد فتوای سخت داده میگه شکرانه بغیر از خداوند کردی آدم کافر میشه. نه آدم کافر نمیشه و ما پیشتر گفتیم که شکرانه از خداوند اگر که ما بکنیم با یک بار دو بار 100 بار 1000 بار تمام نمیشه یعنی که همه خداوند نعمتش ما نمیتونه که با یک گفتن ادا کنیم. شکرانه اساسی چرا میگن گفتم که مثال که همین دست باید که با کار خطا نروه نمی دست چیزی بد نگیره میفهمین دست اینمی شکرانه کردن اینمیه با زبان گفتن این شکرانه نیست. این زبان گفتن مانندی که همون میگوی مسلمانم الحمدلله این هم قای شکرانه اساسی شکرانه میگن که 3 نوع میشه و بزرگای ما و شما قولی قلبی فعلی زبانی قلبی و قلب یعنی که همین نعمتهای خداوند قبول داری که نعمتهای خداونده
و عملی. گفتم که در عمل مثلا ایمی چشم باید چشم نظارت کنی که خیلی بیسوی باید نمونیش، گوش بیسوی نمونی، زبان باید نظارت کنی، کنترل کنی. اگر از ما اینا بعضی ها در نمیفرکم وقتی که حکومت میگن که میگیم نیمش مسلمان نیست، بعضی ها بعد خفه میشه، نکی نفره که در عدلا شعبه های کارهای داخلی باشه، امنیت باشه که در داخل زندان ها ایو بریم بپرسین که چند قدر شکنجه میشوه، چند قدر شکنجه میشوه. انا او وقت بعد میگن که این حکومتی ها مسلمانند یا که ما در مملکت مسلمانایم دیگه. او وقت بعد میفهمی. برای برادر اون نشته که آدم شکرانه خدا را بغیر از خدا دیگه کسی شکرانه کنه کافر میشه؟ نه خیلی نمیشه. ما گفتم که امی شکرانه با خدا کنی کلمه ادوب نیم خوبه. ای بندش ای مخلوقش باید که تشکر بگوی. یک کسی خوبیت کرد نمیشه که را نگاهش نکنی، باید تشکرش بگوی، قدردانی میگیم خنونده، رحمتش بگو، میندارم. یه خیلی میشه نه که موزی همین جایی نمون ملاش تاجیرش یا کنه سرایانده در ما فقط چرا میگن شکرانه کنین. شکرانه چی را در دامش نمیگن، شکرانه خدا کنین یا که ای بندش، یعنی ای خالق کنین یا که ای مخلوق. میترسن که بگن شکرانه خدا را کنین یا که ای امامعلی را میترسن. برای همون ما چی میگم؟ باید شکرانه خداوند بکنین. شکرانه خداوند. ولی ما گفتم که برای چشم، برای هر یک اعضایی که ما داریم، اگر که شب شکرانه خداوند بکنیم بازم کمه. او شکرانه بنداش یا که بخصوص شکرانه تنجی و آبادی را ولی بعد میکنین یگان وقتیگه، یگان سالیگه. وزیرش را باید ما شکرانه خداوند بکنیم. اینجا بعضیا حاجی میرزا رو اینجا بعضیا طرفداری حاجی میرزا به دستیان. ما گفتم پیشترک، ما گفتم که نه تنها حاجی میرزاش، اونها شبنم، سوریا، فرزانه و این سید مراد دولت، این نفرایی هستن که اینا را با یک عده تماشا میکنه، واقعا قهرشون میکنه، واقعا طرفدارشون، بگیم که بالچکشون قهرش میکنن، پشتی میگیرن. این حق دارن، اما ما گپی سختشون نگفتیم. ما شما را گفتم که ما حق داریم که ملا، تاجر، سراینده، نمیدونم ملیسا را وقتی کاری خطاشون دیدیم بگیم که این همین کارت خطاست، که ما سورای همین کارت خطاست، بابا حاجی میرزا همین گپا درست نیست، ترا یک روز نه روز پلپیچون میکنن. ما یک گپ باید بگیم. خب گفتیم که خیلی طرفدارش ای و واقعا همین گپ خطای نفری که طرفدارشی که گپ خطاش هم قبول میکنی. اینا ما میدونم. برای چی؟ برای تمام احترام و اعتقاد کردگی دیگه گپی خطاش هم چشم نمیگیرش. الو و علیکم السلام. شکرانه خدا. بله، برنامه ما به نام انسان و ناموس و نام موضوعمان شکرانه. میشه و نمیشه خیلی نشیده که نیک خیلی کما نمیدم موقعی چی بگم، برای که همین میگیم با این گفتن نشیده است. نمیشه با گفتن میشه. او خودت نمیفهمی برادر. با فکرم که گپای ما چقدر غیر رژیم به سخت میرسه. گرینی سخت میرسه یاده. گپای شما را که گوش میکنم همین خلق در کمیتر میبینی فقط شیشه هم غیبت کده شیشتن میگه خیلی اگه از غیبت یا اون کار نیست. خیلی خیسته رفتن در کار همه کسا بگیم ما را زندگی اون رو بود که نکنی او همین وطن مردم بزرگ شده گیم هرین خبی همه کسا یا روز مساحت نیم روز ساعت شب بگیم هم 10 سملی میشه چند ساعت و در میشه همه کسا بریم نکنی میستیم اینجا دیگه هر یک دنیا چی برماده پیدا شب برماده همه همونجا فقط شخ برای کده شیشتن همین خلق همون رو خچون کن که نبگان اگر همین
بخواهند که آیندهشون سود باشه خیلی بگیرن مصرف کنن همه کسا 10 سمالو زکاس نیم بریم خونه میگردیم در و در مردم و خیلی اینجا در یک کارت 20 نفر خواه یک کارت 10 نفر خواه تلفن کارتی فقط کورشون هم پیبوزی و علک پس بوزی را انگی گلاب شده اگر معرفت کلون خیلی بخیرم دایدون زندگی شوان و توجیکتون برای حالا با قطعان بگیرن یگون آدم سوز همونان بگیرن حالا زندگی را پیش بریم و خواهیم روز ما تماشا کنیم در اون رادیو آزادی هم میگه ما 20 تا زواد کیلو داریم حوزی کیلو قیمت چی داره ما برای چی حوزی موی را باید بفروشیم که وطن را عباد کنیم 20 زواد کیلو را فروخته استان کیلوش هم که وطن ما هیچ پیش نرفت استخاب همه خوشنگی و هم خوشنگی هست همون رادیو آزادی را گفته استان شوقی خواهم را میگوی حالا بگی بکر حالا وطن عباد که خود نگو که من میفروشم و وطن عباد میتون میگم نیست من ندیدستم 20 سال شده من در روسیه فقط میگم میتونم که وقتی من عبود میشتم من برام کنم یا نمیدونم من چی بگم خوی بچه ها را کامنتاریاشون آوزی تماشا کردم من نیم ساعت خطا گوش کنم بچه ها تماشا کردم من اخچه مختم هم دیده گرب زیستانم برای کنگرم خطا گوش ندارم میگم من نمیدونم اون رو حیوان بود هم ماش اقرات میکنه که بیا اقرات بید برام من آقای همون رو کنکرین نکرم نکارو خیلی شما گفتیستیم محمدی قول بچوران میگم ما همون خشم مختون آمده در سایتون نوشته شیشتن یاسین جون یوسین جون عروس جون گفت حالا خیلی بگیرن تلفن کنم من 10 میکشتم گفتم گوش کنم که اون کس تلفن میکنه یادمش تلفن نکیستن مجبور شدم که خیلی تلفن کنم از این کانال شاید که ما دیگه برشت وقتی فیلم میکنیم شاید ای کانالی پیشتره بدیم اونجا کانالش چی بود در مردم زیادتر بود پیش چشمی مردم شاید این کانال او قدر خبر ندارن البته نه یا یک چیزی بود برادر من گپ قد میکنم بخشش یا هم پیشنهادی مردم خودش بود که زنگ قبول کرد اما ما موضوع ما گفتم ای ما گفتن ای دیگه زنگ میزنم و فکر خچون ما کامش میفهم دوست 5 سال 6 روزه گفتید من 5 سال 6 سال که بهترین سال نرفتن سال یا میریم سال یا نرفتن سال آیندهش میریم نه سال 2021 اومده نمیدونم مگه چی بگم شما را او حکومت یگان چی خواهد نیست که خواهد باشه که به همین مردم گفته است گپورا محمدی قول نگفته است مردم گفته است خرد نگفته است مردم گفته است باید به معنی خواهد بگیرم خطبی 2 میلیونش در آسیا خطبی 1 میلیون شبگاه گونم بیارم بگم بگیریم نه کارخونه بانو میخواد در همون تاجیکستان اگر کو کارخونه در همون قشلاق کار میوی در همون قشلاق کار میوی پرسته حکومت همش میدزده همه دزشیده همه دزشیده نمیفهمیش همه جین دورانه بانو میخواد که خود کارگرای حکومت همش جین دوران می ناسم بیل جین دوران آدم جین رو طریقه نمیزنه می جین دوری که هم گپورا میزنه برو همش به یک مچی مختم کردن نکن دو خوندم نکن میتونی که باید سوز شما تری او عقشون خواهی گون کردم شما دیدن تو یک فرموش کردن بودم و خلق سب نمیکنم من 2 سال همونجا بدم هیچ نفهمیدم فقط باید من یه ایلوش کنم که با ما دیگره یک چهار بخرم یه یکون پیشروی نیست این فقط جان میکنی با هم را استا باشی میوری بعدست که چی کار نمیم بچه هایی که در هم مغازینه پیچروچکا برو چی کار میکنه و میرم دیگه میشینن در خونه هاشون که راسیه بویشم و راسیه بیدم برادر در آخر من سوال بسیم چی خیلی اویدی موضوع 10 سوال که کنم خب اگر 4 سوال همش هم میتونم یکم آیا حاضر هستین که یگان اعضای بدن تا بفروشی این همه خود مثال بگیم که چند پول برای چی بفروشم اعضای بدن من خیلی مثال هسته که در دنیا زیاد نفره هسته که میفروشن یگان جای اعضای بدنشونه برای پول مثال بگیم که نه 1 میلیارد دلار میته یک نفر میگه یک چشم تا یک دندون تا یک دست تا اگر هم دنیا را بکنم یک نخون من نمیتم یکی برای وطنم جون نمیتم بانو میخواد گریان میارم من تماشا میکنم شما را کو شما باید خلق باید دانو خگوش کردن نباید بخیزه برای تاجیکستان من نمیدونم چی پیرو دارم گولاکوی نمید همه سال 90 اسمش هم هشم یه کلش نرفتن نخوی من خدم این همی سالی
92 میگه او خونه شو برای دستگاه میوردن موده رو میریختن بگی که غرمی رو کشتن شما او غرمی رو نکشتن او وقتش کشتن خلوب خیزه بر رو جنگ کنه جنگ تشکیل کردن همه او گفت دروغه سینف 5-6 بده من نه سینف 4 ما بودم تویر آود جابور هم روز ما گوش کسادم تویر آود جابور قطیس بلخصوص سفیر لیشنا رایون ما اومده در سوخوزی ما نقلی 6 تاگه خلقا کی بیایم یگون جنگ تمام نکنیم بخیزیم وطن دار شو بود کنیم نیکی هم بیچارو گشتن رفتن و امور اوجه شفاقیشون سر کردن و غمتیشون سر کردن همه شاید هم کروی نمی خیلی نمیدونم یه چی بگم موقعی هم کلاغا سر یا که بگیره وطن رو بود کنه یا که بگیره جور خولی کنه یگون آدم به حق یک کت نام یک سوال نزنی و اینی ملت میگن گرم نزنی وطن جزیر میشه بود چی داره وطن جا نمونده این قرق مونده همون شما تقسیم کردن یک سوال دیگه برادر یک سوال دیگه شکرانه خداوند کنیم ای وطن کنیم ای پریزیدنت کنیم ای کدومش کنیم خداوند تاگه که ای که حرکت ای ما برکت خداوند نگفته که پیشی جده تلفون خد شکرانه کنیم جمع شما را بگیرم علا بود کن همین حرکت کردی برکت چه میبینی نه ما درباره شکرانه گپ زدم برادر که یعنی شکرانه بعضیا شکرانه پریزیدنت میکنن یا که شکرانه وطن میکنن از من موندم که نوار موندم شکرانه ما او را تماشا کرده استم شکرانه او گپای او اکم میگه او شکرانه نمیشه شکرانه قطعی تو گلاب تصویر کرده نمیتونی باید تو خلق سیر کنی بعد اون ممین در شکم سیر باشه میگه شکرانه خداوند شکم هم سیره تنه که من شکرانه پریزیدنت کنم اما همون زنگی موری و دمه یوخی درسته که نه 10 سال یوخی دستوری همه چی دستوری همه چی نمه چی یوخی همون گرفتن کردن یوخی هم بیزنسمنوی همش کمش کی در یه مملکت ها یا که محکمه او همش خود برورن همون ترکستون نویشون تا بانوی خدا در یه سال و 10 میلیون دیگر همونجا کار میکنن ای بغرز خلق قدمون درسته نمیکنن او بیزنسمن شیده دیگم بیزنس دیستن تمام دیگه اون کار نکستن اگه بگی اونه شو برای در قشلقو کار پر ای براتن و خوی کمی وقت قدیم ده چکو میکردن بیلی لگوترم میگرفتن نامونجا قشلقش ده اگر کاری میکرد شهرش ده اگون شهر هم نبود و خوی خوزی دیگه بگی که فقط زبطافکر فقط چیه همه همون چیزایی که حق قشلق در کار نیست که حق قشلق زمینو را یه آدم ورده 100 هکتر خود کلی تخته آنها شو او برای 50 دیرم گه زیاد نمیشه همین پسه نی 10 ساله فقط 50 دیرم هست خوبچه او 90 سومون بود کلی تخته 50 دیرم بود خوبچه او 200 سومون میشه که دیرم هست دیگم نمیشه برای همون عدیم زندگی شدن در خوراکا بله فهمه خدا نگهبان برادر عزیز سیم سوال بیا آیا شما شکرانه خداوند کردین یا که نه؟ من شکرانه هم او اینترنتون و فکرم چیه؟ ضعیفه؟ اینترنتی برادر ضعیف بده الو 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 سلام علیکم و علیکم السلام چخیلین برادر سازین شکرانه خدا شما خوب باشین رحمت تشکر برادر همین درباره چاپلوس ها یک فکر میکنم فقط این سامولیات یک تا باشد اینا را میگیرن باشن یعنی من حیرانم کدام چاپلوسا؟ داخل طرفدارای این حکومت منظور تو وقتی که رحمانوف از وطن میگریزه یا را نمیگیره همین خیل بله
نه یا در خونشون اشتگه بو فردا میدن در آغوشی تو میپرن یعنی قچاقه ما میگیم اچاقه میگیرن میگن برادر جون خیلی ما را بفهمده براتن و طرف خود میگردن او چی ندارن او در وقت منصرف نکنیم درباره موضوع ما تماشا کرده یا که گوش کرده استی یکون گفتنی نداری در مسئله شکرانه راستی گفت حاضر کش شدم راستی گفت خب اگه دیگر برادر رو اگه قبول کنیم انشالله با تماس داریم خب بخشش خب خداحافظ اون برادری که چیت قطع شد اینترنتت خفه نشه خیلی قطع شده اینترنت خیلی عیب داشت الو سلام علیکم شکرانه خدا شما خوب باشین شما را گوش میکنیم در پخش مستقیم یگان گفتنی داشته باشه مرحمت در پخش مستقیم یگان گفتنی داشته باشین اوید موضوع ما مرحمت گوش میکنیم فکری شما را برادر خود یک کم تماشا کن اوید موضوع با خبر بشه بعد زنگ بزن انشالله با صحبت میکنیم ما درباره علاج هسته ما درباره شکرانه گپ زدیم چند تا نوار موندیم که از امام علی سر کرده تا دوملا میرزا دوملا سید مراد دولت سراینده ها ما را به شکرانه دعوت میکنن اما ای کی شکرانه کنیم ایش نمیگن برای ما مقصد چیه؟ نفهمیدم مقصد چیه؟ مقصد یعنی ما شما اینا میخوام بفهم که امی ما را دعوت به شکرانه میکنن چی باید دعوت به شکرانه میکنن اگر ما شکرانه نکنیم یعنی چی گناهگار میشیم میخوای با چوب کده رو خیلی امی شرطه امی اگه پا ده بور تکرار کدن گیریا کدام گپا امی مردم که چیزی بدم همون بشه و خیلی وقتی مردم که نوزی نبوشه چی بودم که مجبور کدستیم مقصد چی بکننده چی میگم امی کور در کور نیست کدام کور خب خود در راه پاهی ما برادر قطعی صحبت کنم نمیتونم خب نمیدونم در کدام فضا قرار داره چی گفت خود ما راستی نفهمیدم که چی میگه و چی مقصد داشت راستی نفهمیدم بعضی هموطنی هستن که الو 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 سلام علیکم و علیکم السلام بله برادر عزیز شکرانه خدا مرحمت برادر در پخش مستقیم گوش میکنیم شما رو روزی همین زنگ روزی که زنگ زدم این کادون بود که عمیق که همین طرفدارای پیشگوشم بود همین نفس کشیش وقتیش میکنی که ما همینجا از گفتم امیر یک خاطر رسان میکنم که با شما زنگ زدین او رو هم زنگ زد دوباره اینا با زنگ زد استه هموطنا میگن که قطعشون گپ زن میگن من مجبورم که با این پیشنهاد رو بگیرم اساس من قدر حواس ندارم من نمیگم که من بحث کردن نمیتونم گپ زن نمیتونم یا که رزبار اما حواس همی چی میگن شوق ندارم من با ما گپ زنم مجبورم که به خاطر مردم خیلی قطعشون گپ زنم اینم من همین تای دل گفتستم یک کار خوب که همه کار خوب میگن که افضل داخلشون گپ ندارم
آخه بسیار اینجا همه بهترین همه پیشنهاد زیاد شد. باید سگن و آدم نمیشوند هیچ وقت. پیشنهاد زیاد شد برادر که با اونو گپ زد، با اونو میگه گپ زد میگه. نه او گپ نداره. او یک همین وقت میگیره تمام نمی کاری با اون خیلی همون کار وظیفه‌اش کنه. او باید وقت بگیرن آدمایی که در کاره او باید نتونن زن بکنه. مقصدشون هم باید. خب یه سری موضوع میگردیم برادر عزیز. نگاه خودت چه خیلی موضوعی که در پیش موندیم یگون گفتنی یگون ایلوه کردن داره؟ اگر همه آدم همه خونی مثل ما داشته باشه همه عجوش خیز الله میگه شش الله میگه رفت الله میگه خورد الله میگه همه که شکرونه گفت الله میگه شکرونه میگه هیچ وقت نمیگه وطن شکرونه همه زمین همش وطنه یکون جوی دیگه نداره وطنی که هست نداره مثلا همه توجیکستان میگیم وطن معنی که برای وطن شکرونه این یگون معنی نداره. آخه من میگم که از بنده شکرانه کردن معنی نداره بله قدردانیش باید بکنی رحمتش بگوی اما بگوی شکرانه فلانی هیچ معنی نداره این کلمه دمودم. ای برادر ای همش هم تیمه همو امامالیه قطعی همو شیطان هست شکرانه کنه همو میدونیم که خیلی چیزه که اوز رنگی همو آنش لگه او را اول هم خیلی میکردن که این توشیو دارم بزرگی ایسوس همه خیلی برداشت خود چپون اختیاری رون کرد اوزی هم وقتانی که مختوری نیم تای کرامت دا همه کبینیتو بچست کنه نوی بو چکوی کرد و فکرش علی شیدگی نکردن بعدی مرگش شاید بکنن نگه بعدی مرگش میگوین رو دیگه او دیگه هیچ کده دارد یه اخباراتش نکه برادر جا شاید زنها میشنه ها او برادر کور اخبارات هم که وقتیم که نگورا میشه نه جا خیلی احترامی مثال آدمو را بجا بیاری جا در پشت اکران من نمیدونم شاید زنها و دخترها یعنی عیبه مثال باید بفهمی که ای اصحابی برادر را باید اما بوداوی که تماشا دارن روز خط پویز میفهمم بعد چی؟ حوزی همه گفتن بسیار کاری نغزاید گفته خیلی که تحقیق میشه و نه خیلی کپونه که و یک مسئله جدی دیدن در کرده و خیلی همه خیلی بودیسته بسیار نغزاید گفتن هم بسیار کاری خوبه که بودیست و همه کاری تعمل میشون دادن در کرده حوزی من همینجا اول گوش که اسلام رو سیگه پایین دسته با گفت این نزن و انتظار همه ریدگی یکون چیز دوخ نمیکنه زن بزن دوخ نمیکنه داشه بعد میگوی همه اموالی عزرائیل باشه به جون امرا بگیره نه خیلی بعضی ها هسته که خیلی همی رو فهمیدن در کاره یخی آدم هسته که همی مردم آدم خیلی مثلا ما در اعتقاد داره یک آدم میگه اعتقاد نداره یا آدم هست که دمه اعتقاد نداره میگه رو من زنگ میزنم چی کار میکنم اما من نمیخوام که هیچ کار مجبورم نکردم که ماده زنگ بزنین یا که ببرین خدمت گپ بزنین ما همین گپا با تکرار میکنم که اویدی موضوع ما شما برای خودتون گپ بزنین در مردم پیامتون برسونین همین قدر ما گفتنی خواهش شما دارم اگر نه من موضوع ما کامل کردم ان شاء الله یعنی که رسوندم اگر چی بگیم که 100% هم نبود از اوده همه قشمه بر اومدم من گفتم برای شما دیگه اوشتا خداوند خودش دانوه یا که خودش میدونه همین شخصیتش باید ما همین یک یهودی را پرزیدنتی تاجیکستان را قبول دارم امامالی را دیگه نه این همین باید تمام امامالی را بحث باشه نه که او ناموس داری گب ناموس را در تنهای وارید که نکنه چست با بوار میکنه برای همون یک این همین خرغز انگه که همسوی ما یک قدم را یک شاوده بسیار رب دن و یک شاوده 4 زور بدن هم قدر یا کمتر هم بدن همه را چپاگردون کن نه بیا اون کسا کش کن یعنی اون که کنن مرحمت آی ترما برواردن او اوز نوی کیه جاپارای کیه او بردنش اوز مردک پرزیدنت اونیستم توجیک چی بنا توجیک چی بنا زده بوجا هم خیلی مرخیش کرده یکی هم اوزش نمی انمی گفتنوی ما باشه که انشالله که ای داخل همه بدور شود برادر برای بعضی ها رحمه داده که زنگ میزنن میگن که ما یکم برای که زنگ زدیستیم یا که میگن ما
نه فهمیدیم که شما حق یعنی در داخل یا اینترنت محدوده میدونید نه اینترنتشون سسته یا که همه خبرها نمیرسنشون از روی همون کمتر منقورت مانند میشن بعضی‌ها برای همین گفتن ها این فایده کلان دارم اکثر مردم نمیفهمه یعنی زیادی مردم نمیفهمه بعد بسیارش بتوقت میشود چی خیلی میفروش که همین امروز گپ زدی بخیزی پگه برای آخه نمیشود باید یک کمتر فکر کنی که آینده رو باید فکر کنی که یعنی پیش فکر کنی کمتر طرفدار همه گروه 24 پربلیزیت اینا چند کس هم سیری مخفیه برادر سیری مخفیه این طرفدار یا که اعضا اعضا شما نه طرفدار من نمیدونم او طرفدار هیچ که نمیدونه طرفدار میفهم برادر چی اعضا باشه پد کنترل طرفدار مثلا بگیم که نمیخواد طرفداری من شاید نمیدونم مثال او طرفدار کسی نمیتونه من طرفدار همتون کدومید که همین گفته ما یقیب کنم دیگه فرق ندارم یک ویدوچ کنم خب برادر خدا نگهبان باشه انشالله با تماس دهیم او سوالای دیگر نیسته تمام بیا سوالا رو متی جواب بیا همون برادر در سوال دادم همون سوالا همینجا برای بعضی آسانه که اما باید که تری از تای دل جواب بدی مثلا حاضر هستین که یک اعضای بدن تو نمیدونم یک پولی که چند قید دلت میخواه کن؟ نه اخی اگون نمیشه باید خیلی دیگریش اگونه 10 میلیون قریون امتا اگون گرده ما نمیتم دیم سوال همی است که شکرانه خدا بگیم ای بندش بگیم ای وطن بگیم تمام دیگه اون کسی که نمیگم سیم سوالش همیه که شکرانه خدا را بجا آوردی یا نه؟ شکرانه خدا را هر روز همین نفس کشمان شکرانه فقط همین شکرانه الله میکنم نمیتون بجا آوردم نیاوردم شدن از دلوهای با جا میدونم حیاتون در بجا نمیورم همین کنکره دیگر الگون یک گناه میکنیستی را شکرانه الله را چه خیلی بجا میورم یک شم از تقریبا دلار دیتا هیچ که چشم چی چسبونده نمیتونم پایین چه خیلی شکرانه الله را بجا میورم پلاسماسی میچسبونن کو؟ اکنون در احمد خیلی بایی هیچ بکنه نمیتونم سنئی میچسبونن کو برادر چشم دست پا سنئی میچسبونن او سنئی سویدوی نمیبینی اکا او سنئیش دیگه چیزی خداوند داده میتونی یک هفته تجربه کنی همین چشمات ده یکون چی بندی که همین در رولی یا که نقشی آدمی نابینا در بازی کنی میتونی یک هفته همین دونم تبروبت کم در همین خیلی مثال بگیم که گوشت یک هفته گویا که تو نمیشنوی همین خیلی ناشنوایی یا که یک دسته یا که یک پاتا یعنی که این گپای من معنی امرا داره که با قدر خداوند انجا ده میرسی کنش نه درسته 100% درسته با در برای حاجی میرزا 100% گفتی وارو که من خودم یک نمود مخلصش بودم که عدد 100 کیلومتر میرسیم ما چطور حاجی میرزا میرفتیم که همین پسلین دوریم یعنی میبینیمش تو وار که اکثر کامای معتمد همین خیلی نخوریدم پسلین دوریم نگاه کوری همون ولی همون کی شون دوران آوید ایشونی کی سریوگا او ناو سریوگا امام الجون نوزنین اونا چکارش کرد امام الجون نوزنین نشد بله یا نمیفهمن یا فهمیش ندارن آدم باید که از علم ده فهمیش سخت‌تر بخواه فهمیش یعنی که شناختن آدم شناس باید باشن همین رژیم یا نمیشناسن بیچاره ملا اینا نگاه که خودت میگوی من مخلصی همویم بد مخلصش ازی بعدش میبینم اینا رژیم کردسته شرمندش کردسته بعضی مخلصاش طرفدارش نمیفهمن میره اما در نظر مردم همین ملا رو بد میکنن که وقتی برن زندانشون کنن یا که یک کارشون کنن بگوی که خوبش کرد اما پشته اومدی رو میگرفت یا که چاپلوسی میکرد من پیشنهادش کردم برادر این همه حاجی میرزا پیشنهاد کردیم اینا از با میگم که مالزیا ترکیه استانبول مثلا دولت‌های اسلامی را گفتم سنگاپور
یا یکی بعضی دولت‌ها هستن که ایجاد را پناهنده یا که بگیم که محافظتش میکنن از وطن بیرون شه یک مدت همونجا میتونه از یوتیوب در تاجیکستان توقع نیست در اندونزیا مالزیا نمیدونم سنگاپور کجایی که نباشه تو میره یوتیوب هست همون پرول تا بدونی اوجی میرزو همونجا برام هر هفته افیر همون موضوع تا رسوندن میگیری ما هیچ وقت نگفتم مولا را که شما برای در سودای در اون مگزینوش چیوش تالخش میکفه مگزینوش او پارت براوان یک مگزین شنه که میدونم یک مگزین شنه میدونم یک مگزین شنه که میدونم بله یک تاشه دیدم رفتم آشخانه برای دنیا فهمیدی اگر او اگر نسان در اسرات دنیا غلطی دگیه در اسرات دنیا غلط دگیه صد فویزه او میزو گارن خطر وزمین که اگه دایجا جویگام نیست در پروست او سیو چیکا اگه یکی در کران خب که یو که همه هوج میزو خودش صد فویز میتونست داون پوزیشن بله ما همون خب کردن همه را چی داریم تمنا داریم که خب کردنشون فایده های ضرر نداره گپ زدنشون ضرر داره به مردم هایم برادر میکیا او ساترا بگیرن گرفتم نه هیجوبا گرفتن خواهی هم مراینه کوی روز همین خیلی بوار دامو او پرایتی ازگانی مش مخلصه یا خیلی او همون مقصد شون دا با مقصد شونش کنه او کورا کدن همه حرامی رو دا توجیستون کدن یک بور نمیگه که یگون نیتوش بوجی میزو یگون نمیگه که بخیزان های ساترش جوب و های ریش های دیگر مقدس های دینی میسور دیفو کنن یگونش نمیگه کنن کورا که خیلی او را حکوم مسلمان گفته با حرمت ایزد شد سلامت باشی برادر با یگون کسیگر از زنگش قبول کنیم پناه خدا که خب خب وقتم زیاد رفت فکر میکنم الو صداتون خاموشه برادر الو شاید اینترنتی ما باشه بعضی ها را زنگاشون رو قبول میکنی نمیشه گپ زده الو سلام علیکم برادر. علیکم سلام برادر مرحبا در پخش مستقیمه برادر همین روز گپ بینم یک همین ناو درآمدم همین درباره تامین حاجی میزو با فکرم موضوع رفته است درباره حاجی میرزا نیست برادر موضوع درباره شکرانه های برادر من گفت که مخلصش بدم از وقتی که طرفدار ای رژیم میکنه نخواستم یعنی که ای مخلصی خدمت خط زدم ها فهمیدم این برادر اخیر نگوش کردم راست گپ اگه مخلص شما هم بدیم مثال حاضر هم هستیم احترامش میکنیم بعد دیگه همین وقت اخیر دیدیم از ظالم مثال پشتیبانی میکنه همیشه خیلی نگران شدیم خانمو برای گپ زنه برادر من گپ زدم یک آدمی که مثال آشکار خیانت کرد جنایت کرد مثال آدم کش قتل کرد همه کار کرد مثال آشکار است همین دیگه این یگان جای پنهانیش نیست همین تا کودکان میدونن از همین جنایت از همین بگویم مثال تا این حد اخته پایان برای که از همین جنایتکار روی محافظت نیا که دستگیری کنی پشتیبانی کنی یک انسانی که اگر یک شهروند عادی باشه سخت نمیرسه یک آدمی است که عالم است مثال مردم به احترام دارن از یک کسی که هیچ کس از اون روی پشتیبانی کنی این جای باور کن ما هم چیزا میگیم برادر که ای بای آبروش خیلی ریختگی حاجی میرزا را باید برام میرزوننش باور که همین چاپلوس ها یک شل کساش میگوین از همون پشتیبانی میکنن اگر چی گپ میگوین سخت نمیرسن بعد که میبینی یک عالم که عالم در ریشه خودش بر تور زده است هست میرم میبینی حیرون میبینی که خیلی چاپلوس یک به عقل است
یک کسی است که برای یک لبنان سگ باره میجکه خیلی عالم است خونده یوخی تو باید فرق کنی از دیگه آدمو نه خب با خطر پایان برای برابر یک چوپلوس دادی خطر دبر یک چوپلوس برای خطمون خون همو مثال شواردم که سیراجدین هم رنگ همی در یوتیوب ویدیو میکرد شکرانای پشمو میکرد این رحم نکرد با ما امیرم همون کارا میکنه راست دیگم زاید از جای ما یک سالای 2000 نمیدونم کدام وقت در اینترنت همی واجمیزو برآمده بود یک بچه همی خودش همی قدیم صحبت در گپ زد گفت در پیرم بودیم وقتی همی کاسیت‌های همی واجمیزو اومدن گوش کردیم سخت گفت مخلص شدیم بعد تاجیکستان رفته است موسفید پدرش گرفته است خودش با یک چند کسو از خوغانتیبا ماشین از اطراف کردن روز جمعه رفتم روز جمعه نماز جمعه حاجی میرزا رفتم مسجد حاجی میرزا رفتم نماز خوندن ایوس برمدن در دست هم گالون کد زدن پاسپورتشون نگاه کردن یا ای چی مثلا ای کالخوزآباد بگیم حالا یا هم زدن که همین محکم کردن یک 3 سوتکا با فیرمو 3 سوتکا گفت محکم کردن همین زدن شو که مستفیده و همین 3 بچه یا 4 کسان ایام یا 400 سومی به 3 روز بچه 400 سومی داوردن دادن بعد روش کردن گفتن که این حاجی میرزا جادوگر ای شما رو جادو تو میکنن مثلا ای قمسنگیر میخیزیم بیایین ای رایون 5 میخیزیم اینجا میبینی جادوگری تو میکنه شما اینجا میبینی و همین حاجی میرزا ما خودشون نفرت دارن پروسوس دنز مردم سیاهش کرده ایسان همین رکوب آبروش ریزونده ایسان یکون سپیکتاکل دسته همی کشیدنی هم باور کنیم همه خیلیش میکنم ما هم همین ایرو دیلسوزی هم که میگیم یا خب که یا که ای وطن برو یعنی هجرت بچه چیه سنت پیغمبر ایت پیغمبر میگفتی بعضی ها دگه بیت گریه میکردن و خب ای وطن برامد در اصورت نفسه یا که دنیا نغلط در جادوی رحمانوف دادن نشه ترا رحم نمیکنه ترا اول آب رو تا میریزونه بعد میبرن محکم های زندانت میکنه خیلی زاید باور کده خیلی همین آدمای تماشا کرده ایسان خیلی همین تصور کنن که همین زیدی دین این مثال رحمانوف کار میکنه همین حاجی میرزا شخصا حاجی میرزا خودش یگان بار اعتراض کرده نیست ناراضگی کرده نیست که همین کار مثلا جناب عالی همین کار خلاف اسلام است یک بار گفتگی نیست و یک بار که بچه‌هایی که از گروه بسیار هستن آشکار برآمدن انکار کردن همین گپا کردن زید صحبت کردن که مثلا زید رویش باشه زید سطر باشه زید مشتو باشه مثال زیدی چی کارای مثال چی احمقانه که رحمان کرد بچه‌ها برآمدن مثال از گروه بسیار مثال نگاه زدن همین خودش همین حاجی میرزا همین رو انکار کردن نتونست بچه‌ها گروه بسیار اومدن مثال انکار کردن شب تا روز در برنامه برآمدن همین گپا تحلیل کردن با مردم فهمیدن حاجی میرزا برآمده است در جایی که ظالم مثال یک چیز نه با هم بچه‌هایی که مبارزه بردن زید همین ناعدالتی با طرف مثلا می‌ذارن بله همکاری که است اون گفتم که یاردمچی امامعلی اوید با کارهای دینی از یک شدگیه مسئولیت چه همیه بابا زاید امی افیر ما یک سیگار میگم بعد هم خودی شلوغسی میکنم یک چی من راست میگم امی بچه‌ها خیلی بسیار صحبت میکنم همین بچه‌هایی که خیلی ممکن نمیدونم یگان تشکر همین گفتگیم طوری بیام ممکن سخت شده هستن من این کارا در یک 50 آدم من تجربه کردم بعد همین گپا میزنم همین کسایی که در همین رسیل مثلا مثال شما اسلامی میگیرن مثال تقوا میگیرن اسلامی میگیرن مثال 5 وقت نماز خیلی الحمدلله خدا را شکر نمازشون میخونن برادرای اسلامی برادرای اسلامی همیا کو اگر همین بگوی دمی رحمان و بگوی ای پیش دمی کو ای معرکه میگیرن در چند معرکه من خشو گپ زدگیم از همین ظلم رحمان و گپ میزنی ام میگیرن همینجا میگیرن تمام بله بعد من خیلی حیران میمونم که آخه تو این خخته تقوا میگیری ریش موندگی این خخته مقصد یک بوده آخه هم اگر مثلا بگیریم تو خخته پیرو یعنی مثال اسلام گرفته است هم دینی تر مثلا پس زده است چی
در این صحبت چی میگیزید؟ شاید امام مهدی را خشدت دارن، انتظار امام مهدی ها که عیسی علیه السلام باشن، ولی در آینده او میان جهاد میکنن. ایون نیستن نگی من همیشه در حیرم امنو که بعد همی خیلی میشم مثلا خیر روزه بگیری نماز خونی همه ایسا کنی در همی ظلم هست، مثلا نسبتی زنها ظلم است، نسبتی نسویدو ظلم است، در دین ظلم است، در همی میشه که چشم گوشی برای مثلا نمازات خونی روزه بگیری همی کار دومه چشم گوشی برای میشه همیشه اک نمیشه و یک دلیل دارن که خدا آدمی صبر کنه دوست میداره، همین دلیل همین چی خطی میرون، همین شعار خطی باور کن همین دیگه حیران میمونی که یک آدمی که این ترس همین ترسه در همین من فکر میکنم که همین ترس رحمان در پیش چشم همیو شاو تو پگوی تو اگر در پیش چشم یکی گرد نزدگی میمونی تمام. اخی شوخی نیست برادر، شوخی نیست که یک نفر 28 سال وقتی ظلم میکنه، قتل میکنه، فشار تهدید میکنه، همین خیلی بگم زنگ زگیه در همون قلبای ما و شما زنگ زگیه. همین نفره که از رحمان و بعد میبینین شما بدونین که شما هدایت یافتگین، هدایت هم میدونین یعنی که راهتون فهمیدین، شما شناختین که رحمانوف دشمنه، اون نفره که دوستش میدارین و که بعدش نمیبینین شما گمراهین جاهلین. ای خدا طلب کنین که شما را هدایت کنه. سلامت باشی برادر عزیز. پناه بخدا بابا زاید خداوند اخیر دوجمیزو اخی گپای مورا بشنوه حتما بشنوه. او درباره در نوروش میگه که اوزی چیورا نورهای رقص بازی را لایک زیاد میمونن، کامنتر هم مینویسن، برنامه اسلامی را نمیگیرن، زیاد گپ میزنه، همه کامنترهای ما را داشی میبینه. ولی با ایرا ما خصوصا همین صورت برای موندم، همین صورتای نفرای را میمونم که درباره‌شون ما گپ میزنم و بدرویم ببینمش. ما برایم خم میمونم، اگر ما صورتی را چی بمونم در اینجا. خدا حافظ برادر عزیز. الو سلام علیکم سوزتینجی برادر زای. و علیکم السلام، مرحمت برادر. شما خوب باشین در پخش مستقیمی اگر کمی کوتاهش بگیری با خوب میشود، زیادی بعد با فکر برنامه رفت. باشد من درباره آدمایی که مقصد و شکر تبلیغ میکنن، شکر کردن که بقیده ما باز برای الله های مقصد کردن شاید در درجه شیر کم برای که او پچیده نداریم و فهمیشه وقتی بانده را شکر میکنی ریسک خدا میکنن نوش نعمت خدا میکنن. اما اولی تاجیکستان هم مثل الله که باز شید همه قاش هوای هم نمیشه و که شید همه قشم و باز الله مهربون. اما سال گذشته برادر 2020 یا که 19 بود ماه ینور فوریه ده یک گلای 2000 و 3000 گل ای ایتالیا آورده دانو که گرمانیا یک نمود برف زد که همون گلا همش چی شد جزیره خراب شد. شما تصور کنید 2000 گل بود با فکر یا زیاد بود. بله اون یک عذاب خدایی میگن اسریف نکنه توی تنظیم میکنن اسوسو چون اسریف داره نمیاکه اسریف میکنن با دامور تبلیغ میکنن شکر کنه و ما با این بابای اوجمیزو گفتنیم که یک زمان یک امر معروف شگوش کردگیم مقصد گفتگی که دجال همه که صفت دوره پیش از دجال اساسی 30 دجال میگه گفتگی پیغمبر خدا مقصد یک همینو در زمان ما راست اومدگی است. مقصد وقتی که ما میبینیم این خاراکترهای همی کلاغاوتا دامی توغری اومده استایده با همیو با میبرن میگن که مقصد شکرونه کنیم اسکنیم تودا سودا کروچی نمیفهمشون دین چونه فروخته استیان. بله بهترین نعمت این نعمت ایمان است. باید شکرانه خدا را کسایی که ایمان دارن باید شکرانه خداوند بکنن که اگر ایمان نداشته باشی در این دنیا 10 میلیاردر است، 10 پولدار است، یگان تاش مسلمان نیست، خریستیان 8 تاش یهودی 2 تاش 3 تاش خریستیان است. اینا ما 10 نفر دیگه کدامش برای شما خوبه؟
10 нафар мисол бигем ки қабул надора ислома, як нафар мусулмона комиш комёбай дар ин дунё дар он дунё. Шумо миллиарда нигоҳ накунед. چیزی دنیا ابدی نیست و که برادر زاید همین ما مثال مسلمانو مشتاق میکنیم به هیچ مثال چیزای ابدی را مثال این زحمت عذاب در دنیا میکشیم به خاطر راحتی او دنیامون اینکه این روز برآمد یعنی پیشوای ما چیم چیو میگن و جای ما پسترات سکنه مقصد یا عبودی خواهی عبودی باشه با عبودتر ترندر کرد خلقی عذاب میدگی انا میبیننده چشمای یا در پرده الله مهربان کشیده با اون خاطر با همین خلق یا مراجعه دارم که مثال وقت ما یکم کار بود تا یک میسی ایده وقتی بنده تکرارات مورد دوچار میشه یکم سوال دیم سوال وابچه تنم میدونم چندم سوال در قبل سوال میشه که بعد دینی ما چیکار کردی میگه الله مهربان سوال میکرده همین سوال بین یا پین اولی تو روز قیامت بنده خیلی عذاب را میکشه در قبل یکی از سوال ها همیه برادر جون که در همین خلق گفتنیم که همین سوال در جواب تیار نداریم ما و شما امروز دینی ما خار زور در درون که سب را میگیرن بیناموسی کده خبه نه مسئله برادر عزیز مسئله سطر اینجا نیست اینجا نگاه کنید ما ننگ ناموس قریب ای دست داده استیم غیرت ای دست داده استیم وطن ای دست داده استیم و کنهای همین مثال تاکتیکایی که یا پیش گرفتگان مقصد اسلام ایده در مجموع همین اسلام که میترسن این دین که مراسیسش الله های یا همین چیز جخیدستیان با همین تجربه های همین دین باز زیدی ما مسلمانان با گفت تیار کردن شکرانه کنیم ای بد نشه شکرانه کنیم که ای بد نکنی خدا میگن یا که کیا ای بد نکنی میگن ای بد نیستین میگن ای بد نیستین خب خداحافظ برادر گرامی مقصد بدور شوان به توجه کینه دوستو آموزه کننده چشونن ما کامخوری ما برای ملت مامیه که مقصد آگاه شوان آگاه شدن شو خوب دهید آخرت این دنیا و دنیاشون رو عباد میکنن در وقتی که روی حق بگیرن چون ما هم دیده و دونسته یک روی باطله مقصد اولا میگیم نه حقه بله بله با همون خطیر برادر جان خلق مراجعه که من همین بود الله همه شهیدویت کنه اول سلامت باشید یگانه روحش و بیرد کدم مقصد وظیفه گرفتن های بزرگ جزوش خلق تیاش بزرگ میشنوننش خوش میکنن الله نگهبانتون باشه که سلامت باشید شما را خدا نگهبان باشه در آینده علاقه دهید خب خداحافظ الو سلام علیکم و علیکم سلام برادر زید با شما و با همه مبارزون سلام و علیکم سلام همه شکر چی گفتنی بدم کمتر مرحمت گوش میکنم ما باید شکرانه کنیم ما نباید شکرانه کنیم که همین چیزی چه بگم مردم در عذاب های ما باید شکرانه کنیم که ایویا دفاع میکنیم یک کاری ناحق های ما نباید شکرانه کنیم که در راه شیطان رفتیم ما باید شکرانه کنیم که علیه ظالمون مبارزه برده میتونیم یکون کار کرده میتونیم دفاع ای مردم کمبغل یک مظلوم دفاع کرده میتونیم من خیلی شکرانه کرده ما باید شکرانه کنیم که در راه راستیم بله در راه حقیم بله بله انا می اساس شکرانه کنیم یا چیزی شیطان علیه لعنه و پیروای شیطان مو خیلی با کدام چی وجدان ما باید باید شکرانه کنیم و هم فقط معنی گپی امرو رحمانوف همی است که برزی دیما گپ نزنید شکرانه کردنش همه خیلی است نیست توجیکستان شما خب کنید این همین معنی قطعی میگه شکرانه کنید رحمانوف یا دشمن دین ہے دشمن خلق ہے دشمن ملت ہے و یا تروریست بگیم میشه تروریست نمیردیم
بله. رقم یک. ولی گفتنی بودم که همی حاجی میرزا و ایشون سراج‌الدین و این دیگه دامنه‌ها را خیلی کردم نکردم و یا خطا کردم. ما با فکرم که حق نداریم با گپ زدن. چی با حق نداریم؟ مثلا چی با کی و یا عالمان و یا درجه و یا دیگه های و یا کار کردم پس چون در نزد الله جواب میگم ممکن که با توبه نسوخ کنه خداوند بخششونه نه که چی با کی حکومت ایداز هست چی میگه ممکن دخترش تجاوز کنه ممکن اون هر کاری میتونم بکنم. نه ما گپی سختشو نگفتیم. ما گفتیم که نواز با تکرارا برای خودتان میگم که ما فقط پیشنهادشون داریم که یا که خب کنین خاموش بستین یا که از وطن بیرون روین. گپی خودت 100% راسته. من خیلی کامنتو را خوندستم این چیزا را راست مردم ها گفتنیم که همی خودتون آلوده گناه نکنیم با همی گو زدم هیچی فایده نمیگیره. همی گپی خیلی همی خودت گفتی خودت پیشنهاد کردی خوش رو به یگون تحقیق به یگون چی گپی راسته گفتی گپی حق همه گفتن نکنه. بله ما برام میگم با همه باید ما کار بگیریم نه تنها به سراینده یا که به ملای با همه باید ما کار بگیریم. خطا شدیدیم بگیم همین کار خطا همین نکیو که نه کار بکن البته نه که پروست حقارت کردیسن مردم خاکو مردم همه یک نموده نیست و خانمو گپ دارمیه که همه فکرش یک نیست دلش یک نیست عقیدهش یک نیست نظرش یک نیست شکل صورتش یک نیست سین سال یک نیست دیگه هر کس هر خیل میفهمه. حتی شاید جمعه را بعضش مرا حقارت داره اول میگه تو چیکار داری و چنین خدمت نکردی شاید دیگه پورا ماده بگن. ما گفتم که خیلی طرفدارش حق دارن که یگون چی بگن زیرا یک نفر دوست میداره گناه او را هم دیگه به خودش یک کار خوب قبول میکنه. بله برادر با یک گپ دیگه برای همون طرفدارای رحمان گفتنی بدم مرحمت همی گوش کردست باشه ندار همی خودتون وقت گپ میزنین یک سوال دارم تو همی خودتون همی گپی خودتون گفته استین باور دارین یا نه برای همین چوپلوسا گفتن یا فکر کنن چوپلوس خودش هم رسوا های اما دمی را که تعریف میکنه که همه را رسوا میکنه شرمنده میکنه. بله سلامت باشی برادری عزیز. خب الو سلام علیکم. و علیکم السلام. اگر خوبید اینجی شکرانه خدا شما خوب باشین برادر. امی روز پخش زنده یا که نه پخش مستقیمه. مرحمت فکر نظرتون رو میشنویم اویدی موضوع ما. موضوع شما در باره شکرانه بود چی بود؟ بله شکرانه کنین. شکرانه میکنین خدا دیا کنین توبه کنم خدا شکرانه چی کنم ایمو نمیتونم بازی چلی فهمونم. من حیرون یک چیزم حیرون اویی با کی گپ زده حاجی میرزا او را یک طرف دیگه برادر که ما گفتیم گذاشتیم دیگر چیش کردن در کنیز بعضی شد بعد دیگه خیلی فهمیدن میفهمن. نه مقصد که من خیلی گرامت نیست من بچه تا یک دویش نیکم فهمیدی؟ بعد ممو چه همون را من تماشا کردم او همچنین پیش وقت رو تماشا میکنم گریه میکنم. گفتم من پیشترک همین چیزا را گفتم. مقصد به این گفتن من با میگم که من گرامت نیستم. او میدونه خودش که وقتی که پشت یک جاهل دفاع کردی او آدم کافر میشود. این خودش میدونه که با دفاع منه نمیفهمم. مقصد من چیه؟ مقصد من
گفتنیم که حاجی میرزا را فقط حاجی میرزا را نه سمسلی اونجا بعضیاش خاموش هم برادر اونا اشان نوردین جان اکاش دودرش خپه هیچی گپ نمیشه اونا مو خپیشون علم خپیش خوش خوی علم خاموشیش عبادت های مقصد من چیه گفتنیم که من شنویدگیم که خدم و گوشی خدم ایامو آدمایی که گردیمو خرنده شدگیان اگون چند ساعت راهی نایل نبود تو دشنبه را 7 ساعت های نمیدون 7 ساعت مقصد همه قرار من رفتگیم قطعی همو انسانو فقط میدونی چی میگم نه توبه کن خدا وقتی گپای او را میشنوی فقط میگه که گوشما بچکم تنقید کی را مینم پیغمبری خدا را مقصد با گفتی او که این عرب کیه که اومده است امروز سری دختری منه میپوشونه خیلی اتیست را دیگه یک طرف مونه اتیست هم خیلی اتیست قبول نداره نفری که خدا را قبول نکنی بیا پیامبرش با او دیگه چی گپ میزنی او عقیده خودش داره فکری خودش داره او را مجبور کردن نمیشه نه او یک نفری زردشتی کو کی عبدالقادر طالبک اون از زردشتیه اون کم کم میبره سگ بوری میجکه یک کم تره گپش چی داره مثال دینی خودش دفاع میکنه نمیخواد باید ما و شما هم دفاع بکنیم او حقی همون دینش دفاع کردن داره مقصدی من که به شنویدگی من همه حاجی میرزا همه همش هم میفهمم همه را میدونم باید توبه کنم خدا و کردم نمیدونم اون را چخیلیش من بگم اول ملاش میگفتم حاجیش میگفتم حاجی نوم نمیگیرمش نمیدونم ممکن که میگن که یک کس کافر بگوید پیش رو خودش کافر میشه بله کافر گفتن در کنیز بغیر از اومدی دیگر کسا هزار احمد اکا همه قرمان گفتنی بود خب خداحافظ عمیق مردم خود راست بگو که قدمی که دفاع میکنه ای پشتی رحمانوف کافر میخیزه برای که همون ویل که در گردی همون ششتگیان همون تری هم خیلی پیام ایخر درسته دیگه خداحافظ برادر دیدن اینه بعضی نفره هستن که اعتقادشون میپره این ملاها الو سلام علیکم در پخش مستقیم گوش میکنید شما برادر پخش مستقیم اکا بله الو سلام علیکم و علیکم سلام او تلفن دیگریتون خاموش کنین تلفن دیگریتون خاموش کنین همین کاری باید یک اینجا همون میشه همین تاجیکستان را این موقعی کار کنیم موضوع ما را شما پیگیری داری برادر ما در چی باره گپ زدستیم من میگم کاری باید همین تاجیکستان اینجا همون میشه طرف کار کنیم برنامه ما را پیگیری که انشالله روزش میشه که میفهمیم خب خدا نگهبانتون باشه برادر همو هیچ که گنده نمیکنی میگم الله خودش نگه باید میکنن یک اینجا همون شرط این وطن رفته این کار کنیم در بنای الله باشه خب خداحافظ الو و علیکم السلام شکرانه خدا برادر زید امروز خبرهای نو برآمدن نو نزدی درباره چی؟ درباره همین کلوب افریقای کو همونجا آب رو آوردن توی کردن در رادیو آزادی دیدی؟ ما راستی ندیدم میرم یک موضوع خواستم میخوام گپ زنم امروز
زیرا برنامه صدای مردم است که هفته را چی گپ میشوه اویدیو صحبت میکنه. موضوع ما اساس زیادتر صحبت های من اگر اهمیت داده باشین هموطنان هم زیادتر درباره انسان و ناموس میروه. برنامه را هم همین ما موندیم و درباره یک موضوع میخوام صحبت کنم. درباره просто همین نوارا امروز تماشا کردیم شرمندگی یا گودک بازی کردن یا مسخره بازان یا چی قریب ما را گفت یا برادر پامری باباره ما را یا همین رنگ گاو و همین در فرما او میمونه کو خیلی تربه صادق یا رنگ بدافرات هم میسته شکرانه کردم در کار که هم قشه کردم. اگر اشکی قشه در 28 سال کنه اگر با 300 سال دیگه در کنه فهمه اویدی برنامه اگه صحبت دارید برادر گوش میکنیم. درباره برنامه شکرانه الله میکنیم هر دویم هر روز هر ثانیه. بهترین نه اینکه شکرانه امام علی نه اینکه شکرانه یگان بیزنسمن و دیگر مولاشو فقط شکرانه الله. در 16 سال شده مهاجریم فقط شکرانه الله کردیم. خب نگاه که برادر یک سوال دادم در داخل وطن مثال بگیم تاجیکستان یک فرق نداره او کیه مثال زنه یا مرده اگر سوالش بتن که شکرانه خدا را میکنه که ای پرزیدنت ای نگاه تو چی جواب میده؟ ما برادر فقط پروردگار را شکرانه میکنم. نه ای نگاه تو ای نگاه تو ما چی جواب میگن؟ چی جواب میتون؟ نه خودت نفهمیدی یک نفر یک میکروفون میبرن پیشش در تاجیکستان نه شهر دوشنبه مثلا میگنش که شکرانه خدا را میکنی یا که شکرانه پرزیدنت امام علی رحمانه اینگاه تو همون چی جواب میگن؟ مثال من میگم اینجا مثال آوردستم. مثال اگر چی باشه ایمان داشته باشه پروردگار را میگه اگر خیلی بترسه امام علی را میگه. انا کردم خیلی مثال 10 نفر سوال بتن ای 10 نفر اینگاه تو چندتاش میگه که ما با شکر خدا را بکنیم. اون 3 تا 4 تاش برای چی ای ترسیدگیش همین امورا چی میکنه مثال امام علی را 6 تا 7 تاش امام علی را چی میکنه اما هم که ای ترسش با بعض شاید که بگه که من در این سوال جواب دادن نمیتونم نه ای ترسه و اگر ما باشم هم میکروفون رو میگیرم میزنم میرم همین گفت کلی گپا رو چطور کردم مثال جواب نمیتونم نه ایشته نوشت همین میکروفونش رو میگیرم میپرم میرم. سلامت باشی برادر. خب خداحافظ. الو و علیکم السلام. شکرانه خدا. خیلی بعضی ها زنگ میزنن دیگه نمیشه در بین گپش میگو قطعش کنه نمیشه. مرحمت اویدی موضوع سخن داشته باشیم گوش میکنیم. او خبر نداره چی گپ زدن من. خب یک تا خاطرسان میکنیم که امام علی دعوت امام علی به طرف شکرانه هست. شکرانه میکنی یا که نه؟ درباره شکرانه که امام علی رحمان میگه که با خوبی شکرانه کنین اگر شکرانه نمیکنین تنکه و بهتر را به بالاتون میارم. ویدیوش هم موندم تنکه و بهتر یعنی که امو ماشینای جنگی زیره پوشی میگه از بله پخش زنده همون سالهای 90 اگه جو آورد همون خیلی میارم ایش این همه اکا یک صف ستای یک اینمی
ҳила ва найрангбозӣ яка ӯ дар тӯли 29 сол бу мега мара мардум интихоб карда гайраст ки ки та мардум интихоб карда боша дар фикри мардума набошӣ ғами мардума нахӯрӣ чӣ қадр мардума фиреб кардасти ин мардума мохи рӯз ба рӯз ба моҳ сол то сол бедор шидастиам уже фаҳмидастиам ки чӣ гап рафтаста чӣ гап нарафтаста ё не яка гап нодуруст боша бу нодуруста не рост мегӯй гап за бародар гӯш мекунем ман хеле айни ҳолака дар муҳоҷират қарор дорам дар тоҷикистон рости гап неми худо дурогум накунад 2 сол пеш тоҷикистон рафта будам 2019 сол рафта будам 2019 сол рафта будам ҳамун гуфти гапҳо ягон навигарӣ нашида ҳамун гулкории 100-200 гул шинудям дар он тарафҳои сентри душанбе барф зада буд ҳамун барфҳо карочи ҳама ҳамун гулое ки шинуда буданд таи барф монда нест поқ шид рафт агар дар ёдтон боша ҳами қарибиё як бор барф зада буд куда медонам гуфтум ба пештарак гуфтум акман рости гап ин барномаи навтона оқа шурӯъ чӣ накардам гуфтам як паёмо эфир қати шумо гап занам саломат бошед дарди мақсади гапам ҳамия ки дарди дилма бугум шумо мардум гӯш мекунад бародар мардум гӯш мекунад не рост ака 100% ака ман рости барномаи шуморо пайгирӣ кардастам ман ҳамин мақсади гапам ҳамия ки то чанде ҳамин рӯз ба рӯз мардум ки бедор шидан ки гири фикри ақидаи худша нисбати ҳамин ҳукумате ки авлодӣ забт карда гирифтагиян ҳамин ҷои мақсад чӣ хел фаҳмонам шуморо ҳамин ҷои рӯғаниша гирифтагиян мақсад мардуми камбағала ход надодастиян чӣ қонуне мебурорам против мардум мебурорам мара фаҳмидастин бале озод хушрумия ман гапта набуридистам ки гапта бизанем чӣ қонуне ки мебурорам бар зидди камбағала ӯ камбағал оқи дар муҳоҷират чӣ нон ҳам 3-4 тангашона бая азоб ҳами ба меҳнат бо ин ҳози айни ҳол дар муҳоҷират қарор дорам 20 градус хунак яка дар дигар ҷоҳора намедонам мумкин ҳаи зиёд бошад дар ҳамин 20 градус хунаки бовар мекунӣ яка дар свалка кор кардастам свалка лентаи мустраку бақлашка ва инами чизои алюмин мед пластмассам хали система да кор кардастам и то чӣ хел фаҳмонам ин азобе ки кашидастам дард алам мекунад бо беғарзаи дурай падару модар дурай зану фарзанд иш худаш як ғамаро харид зиқад дар ҳамин ҷака ҳаму эмомалӣ боша ки буга шукронаи тенҷи оромӣ ки бугӯй ҳаму шишаи бақлашкар дамсарш бишкания не акама рости гап охай ҳамин шукронаи чӣ бикунем ина я бистак фикр кунем хай ман будонам ки фикри мардумша бикунад як камбағалои бечора ман ҳамира намефаҳмам бародар мега шукрона кунем пиронсоло аю ягон чӣ ба мардуми худаш ягон сабук биёра ё мақсад камбағалоро якам даст бикуна ё ягон озод бумонашон як хатяби бизнесшона бикунан 3-4 тангашона биёван кор кунан дар дохили тоҷикистон дар назди падару модар зану фарзандшон ё не яка бале ман аслан бародари азиз ва ҳамватанон зидди муҳоҷиратам зидди муҳоҷирати меҳнатиам ман на зан на мард ягон кас бояд дар муҳоҷират набошад зарарҳои калон дорад вале як рӯз иншоалло дар бораи муҳоҷират гап задам ман навиштагиам ман мехонам ки чӣ зарарҳо дорад дар муҳоҷират ҳам ба имонат ҳам ба номусат ман якмаш ягон хел рости гап ҳамин дар 29 соле ки гуфти гапо президентӣ дора на то ҳозир бо ина 7 соли дигар дар баъди 7 соли дигар ина бо президент то 35 солагита худо гуфтастам ки ҳамин худо гуфтастам ки ҳамин тезтар дафт шавад ва дар ҷонмон задагия ба номи худо қасам хӯрд дар ҷонмон задагия агар раҳмонов бишнав қати ҳамон аҳли оилаш бирава ку ман 100% боварӣ комил дорам акае ки акай зай бале гӯш кистам 100% боварӣ дорам инами тамоми муҳоҷирон мехезанд мераванд ҳамин тоҷикистона ободӣ мекунанд бале халқа тарсондастиянд ки агар ки президент равад
ҷанги наводида мешавад. Ухи асри 21 мардам уже медонад дар дунё чӣ гап хабарай. бале дига ҷанг намешавад, дурӯғ мегӯянд, метарсонанд. Чӣ гап хабарай. Ман бовар дорам ягон ухи ҷанг панг намешавад. Не намешавад, ҷанг намешавад. Наоборот халқ ободӣ мекунад. Ҳамин халқ ҳамин камбағала ё ки ина мисол одамои боёе ки ина мисол басаводое ки ина мисол ай Тоҷикистон гирифтаги дига давлатҳо рафтагиян, ҳаваё мераванд сармоя мегузоронанд, ягон завод мекушоянд, мақсад камбағалуро дастгирӣ мекунанд. Ки хали шансур ҳам аста. Яки ё худ наметаванд охир, ё худ наметаванд. бародар кӯтоҳтарш биги, иншоалло ҷамъбаст мекунем. Бахшиш ака охирон сухан кунем ки марҳамат. Охири гап ман меяк ҷон ки ми худо гуфтестем ки ҳами дуо кардестем дар сари ҷӯрнамоз дуо кардестем ки худо ака худо ҳами қувват бита ҳами халқ бедор шавана ҳами зулм ситаме ки ҳами президенти ними худкумаи диктатор Эмомалӣ раҳмон кардеста халос шавем. Кем тамом мардуми тоҷик бихеза барава дар ватани худаш дар назди зан фарзанд падару модараш бихеза кор кунад. Амин. Фаҳмиди ака? Бале. Худо акам халӣ шава ку ба фикрам олиҷаноб мешава. Бале олиҷаноб мешава. Саломат бошӣ бародари азиз. Саломат бошӣ. Заряди телефонам тамом шудеста. Иншоалло ки хотимаш бидем. Зиёд суҳбат кунем. 2 соат зиёд шуд. Ба фикрам тамоми халқи муҳоҷири тоҷик маро фаҳмидам. Бале паёмта мешунавам. Акам сами дилам фаҳмида бошад. Ман барои фоидаи мардум гуфтестам ки рӯз ба рӯз ҳами худо гуфтестам ки бедор шавад, хаб накунад, видео обращение кунад, поделиться кунад, лайка бичақанд ки то ки ҳама бифаҳма ки айни ҳол дар ҳами асри 21 ҳами президент дар 29 соле ки гуфти гапо қидрат дастша ҳеҷ кор накарда ака. Бале. Шукрона мекунем айбай. Худоҳафиз. Як то шукрона мекунем якум бош. Саломат бошӣ бародари азиз. Бале. То вақти худованд ҳастаи мо ай гуфти гапо бандош банда ям ранда у қапла ҷамъ карда у қап дар банкоматои Швейтсария ҳамаи пулро ҷамъ карда ӯ як рӯз пиш дар мен примера ӯ пуло мол тата қатӣ бурдан ӯ чӣ карда натони. Саломат бошӣ бародари азиз. Майли акаҷон кайфиам эфир мешавад насиб. ҳар ҳафта иншоалло рӯзои сешанбе соати 8 ба вақти Москва. Иншоалло бо суҳбат мекунем бародар. Ростига бака ҳамин навма чақчақа сар кардам ки охири барома даба иштирок кардам ба фикрам. Бале заряд телефон рости тамом мешавад дига баъд зиёди баъд мо асос 1 соат зиёд нагиремш бояд. Худоҳафиз бародари азиз. Ягон чокрӯз қайтони гап зад ягон чокрӯз хатимора метавонӣ пайваст карда ка? Не рости наметавонам. Худоҳафиз бародари азиз. Майли акаҷон азора. Хоб. Хай бо як прямои эфир дигатонда иштирок кунем. خب هموطنان گرامی یک زنگ اخیران باشه قبولش میکنیم انشالله خداحافظی میکنیم که زیادی بعد وقت هم رفته. الو و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. برادر آوازتون کمتر چی میاد؟ دلخراش میاد؟ اینترنتتون بزه باشه. و علیکم سلام برادر. اگر که 3 دقیقه دا بتونی صحبت خلاصه کرده مرحمت آخران زنگ شماین یعنی که قبول کردیم ذریعه تلفن تمام میشوه. مرحمت صحبتونه هرچی کوتاه‌تر بیام که خوبه. انشالله برادر جان من یکم بار زنگ دادم در همین مخالفه همش دوست می‌دارم با خواست الله همش دوست می‌دارم با هم گفتنیم که مقصد ما موضوع تو نمیدونم شکرانه کنیم که دخترای ما را مقصد نمی نوروزی و یا یک چیزی سری گلو استوسون همی دزیده و برانه زینا کنن مقصد
شکرانه کنیم. شکرانه کنیم، ما شکرانه کنیم که چیزای اینایی زردشتی ما را خوش کردیسن. مقصد یکم باره را سیراب کرد زدیسن درنی خیلی دلم در لرزه در اومده. چی با دل در زمه؟ خب ویدیو نباشه چی با میترسی؟ نه گم در ترسیدن نیست. مقصد خیلی یکم باره که تطییمی بودم ما شگم بزنیم که برای قدر همونقدر گفتنیم که برادر جان شما را خدا نگهبان باشه و در این رو با در روی خطر شما گفتی گپا در هر یک مینوت تو زبان در روی خطر. سلامت باشی برادر عزیز. تشکر، خدا نگهبان کن. همیشه شما گفتن که ما پراموی افیر کنم مقصد خیلی میشه. ما خدا در دعا و التجا میکنیم که شما همیشه خیلی پراموی افیرتون اکنید. شما خسته نباشین که توش تو شما نمایندهاتون کمی همین استا میشه همش انشالله. بله خدا نگهبان برادر عزیز، سلامت باشی. من در امان خدا دفعه دیگه انشالله تیاری میبینیم انشالله و دفعه دیگه خشوتر گپ میزنیم. اگر یک غلط چیزا میدونستم همین نشد همین کار بار در زندان ها در چیا بسیار چیزا را میدونم. مقصد هم یکم برم که گپام گم شده سن. بله خدا نگهبان برادر عزیز. خب اخیرا زنگ بده انشالله. یک کسای زیاد زنگ رسیدی را برداریم. اخیرا زنگ هم گوشه. الو اینترنتش نبا بیزه بدست. هموطنان عزیز، زنگای کسایی را که قبول کرده نتونستم بخشش، زیرا نمیشه اینجا که بعضی شاید که ساعتی ما با بعضی جا فرق میکنه، یعنی که نمیشه که موزی دمو دیر شده جوگه شاید بر وقت باشه و بیکوره یا وقت داره زنگ میزنه. الو سلام علیکم. و علیکم سلام برادر. اگر که در 2 دقیقه صحبت که بتونی اخیران زنگی ما گفتیم قد میکنیم خیلی شی صحبت داریم. الو اکای زاید شکرونه خدا کی برداشتی تلفنونا. برادر جباز زیاد که دیگه 10 بار زیاد بعضیش خنگ گفتم نمیشه که در بلاش تلفن قطع کنی. مرحمت گپ زنیم برادر. اکا میگو اکای زاید. بله مرحمت گوش میکنم. نشتای اکا. بله مرحمت تستر صحبت کنی که ذره تلفن رو میبرم. بله افیر دهین. گاب نیست اکا. همین میگون که همو اوانگاردو ایکو میگون زن همو اوانگاردو را بگم که اینا سیاپو آخه چند بار زیاد زنگ زد. خب برادرم شاید در حالت عصبی است. ما خیال کردیم اون پیام خوب با مردم اخیر صحبت برنامه میرسونه که حقارت کرد. نه چاپلوسا یا که لگن بردارا و کاسلیسا بدونین که ما نمیمونیم که شما را حقارت کنن. بعضی ادام نمیفورتون این گپوی ما. خب آخرانی زنگ بود قبولش کردیم اما متاسفانه حقارت کرد برادر. از برادرایی که پیشنهاد کردین یعنی که خطایی را بعضیت گفتین بعضیت حتی عکس روان کردین منت داریم تشکر میگم برای همت. و از برادرایی که زنگشون رو قبول کردن توشتیم بخشش میپرسن بازم میگم که ما نمیتونیم که یک بار 10 زنگ قبول بکنیم یا که همه زنگای کسی زنگ میزنه ما را قبول کرده بتونیم. آخر سخنه یا که برنامه را جمع بست میکنیم. شما را برای وقتی قیمتونه در اینجا صرف کردین خداوند جزای خیر بده پاداش بده و مرا هم هدایت کنه شما را هم هدایت کنه که ای اعضایی که پروردگار برای ما و شما داده است همه وقت
اولین درجه آخرین درجه شکرانه از پروردگار بکنیم، دیگه هیچ کس نکنیم. پروردگار برای ما کفایه، شکرانه خدا را کردی تمام، دیگه برای ما و شما کفایه می شود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا سخنهای آینده، خدا نگهبان.